بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت تمام برادران و خواهران عزیز و گرامی قدر، شما را به برنامه بسیار قدرت و حقیقت خوش آمدین میگوییم. برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم، ما در برنامه قدرت و حقیقت خیلی کوشش کردیم که موضوعهای گوناگونی را بررسی و تحلیل کنیم و به شهروندان جمهوری تاجیکستان پیشکش کنیم تا از مشکلاتی که پیش می آید و از خطرهایی که موجود است از آنها آگاه بکنیم. و یک از اساسهای پیدایش این برنامه را این زیر سوال بردن قدرت است که ما این را بحث بررسی می کنیم و در این شکی نیست که حقیقت را روشنایی می کنیم و یا اینکه آشکار می کنیم. و اساس برنامه ما بر همین اساس تشکیل شده است و ما کوشش میکنیم که در این برنامه پیرامون موضوعهای گوناگونی صحبت کنیم و هموطنان خودمون را از وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی آگاه نماییم. البته این برنامه برای رسیدن به انقلاب که از موضوعهای اصلی روندی مبارزه ماست بیشتر توجه میکند، ولی باز هم دیگر موضوعهایی که میتوانند به این کمک برسانند ما صحبت میکنیم تا اینکه آگاهی سیاسی و اخلاقی مردم را بالاتر ببریم، تا اینکه مردم بتوانند از حقوق خود دفاع بکنند. همدیران و هموطنان عزیز، ما در برنامه بسیار قدرت و حقیقت چند موضوع را انتخاب کردیم و یک از این موضوع ها قانون اخیری لای گذاشتن است که از جانب پارلمان جمهوری تاجیکستان قانونی قبول کرده شد، یعنی که باطل کرده شد که در سال 2018 او قبول کرده شده بود. یعنی با گذاشتن لایک دیگر در تاجیکستان کسی را به حبس نمیکشند. این در حال صورت میگیرد که امامعلی رحمانوف، رئیس خودکامه غیر قانونی پرزیدنت، یعنی رئیس خودکامه غیر قانونی جمهوری تاجیکستان، در یک برآمدش اعلام کرد که دیگر کسانی که یک لایک یا یک نظریاتی می نویسند اونها باید از زندان آزاد کرده شوند. نه اینکه از زندان آزاد کرده شوند، بلکه دیگر زندان کرده نشود. ولی زیادی حقوق شناسان به این نظرند که بعد از قبول و یا که باطل کردن این قانون و اجرا شدن فرمانی امامعلی رحمانوف، تمام اشخاصی که به این مهر اتهام زده شدن، یعنی بلای گذاشتن و یا اینکه نظریات نویسی، امکان آزاد کردن آنها موجود است و میتوان برای آنها وکیل گرفت و مراجعت کرد به دادگاه و پرونده اونها دوباره بررسی کرده می شود و دیده برآمده می شود و اگر که اون به خاطر یک لایک باشد امکانی آزاد کردنش موجود است. حالا بیاید ما همین موضوع را بررسی کنیم و تحلیل کنیم، ببینیم که این موضوع، این قانون از کدام زمان قبول کرده شد و چرا دوباره باطل کرده شد. و موضوع دومی که ما صحبت میکنیم هموطنان و همدیاران عزیز، مسئله مشکلات زمین لرزه است که در بعضی از مناطق تاجیکستان صورت گرفت، از جمله در مناطق ناحیه رشت که زیاد از خانه ها خراب کرده شدند و با دستور خود امامعلی رحمانوف کمک های به اون منطقه روان کرده شد، اما ما میبینیم که این کمک ها به مردم نرسید و مردم از نرسیدن این کمک ها نارضایتی کردن و این رو نیز ما در این برنامه سوال خواهیم کرد، بررسی خواهیم کرد و تحلیل خواهیم کرد. موضوع آخری که ما در این برنامه صحبت میکنیم موضوع مسئله مهلت قانونگذاری مهاجران مهنتی است که از جانب فدراسیون روسیه تمدید کرده شد، یعنی که اضافه کرده شد. اون لیستی که 120,000 بار آمده بود که باید اونها رو از قلمرو روسیه دپورتاسیون کنن یا اینکه مجبورا اخراج کنن، ما در این موضوع هم صحبت خواهیم کرد و قانون نوی که قبول کردن یا اینکه تمدید کردن این رو برای یک مهلت دیگر در این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. و نگفتن امانت که در این موضوع ما علاوه میکنیم مسئله های بردن مهاجران مهنتی به صف قواهای مسلح فدراسیون روسیه و کشته شدن آنها در جنگ اوکراین و علاوه بر این همچنان در مسئله انقلاب و روش رسیدن به انقلاب در همین موضوع یعنی پیوست میکنیم و کمی صحبت خواهیم کرد. ما میگذاریم به موضوع اول و
در موضوع اول صحبت رو آغاز میکنیم. پیش از آن که من در موضوع اول صحبت رو آغاز کنم، من میخوام یک نوار از سامانه رادیو آزادی به سمت شما برسانم پیرامون همین موضوع و بعدا ما برمیگردیم و موضوع رو کلا تحلیل میکنیم و بررسی خواهیم کرد. من از رسانه آزادی به سمت شما برسانم دوستان و هموطنان عزیز و وابسته به این انشاءالله صحبت خواهیم کرد. اگر همدیاران و هموطنان عزیز در روندی برنامه شما اگر مشکلاتی رو مشاهده کردید و دیدید که صدا پست است و یا اینکه چی مشکل دیگری موجود است، به روی من خبر کنید و من کوشش میکنم که این مشکلات تکنیکی را حل بکنم و بازم به سمت شما برسونم. بیاید دوستان این نوار را من به سمت شما برسونم. بله اینجاست. این را من کمی خورتر بکنم چون این مشکل نشود. дигар барои ангуш задан ба аломати писанд ё лойк дар зери матлабҳои интернетӣ ҷавобгарии ҷиноӣ нахоҳад дошт. ин хабар дар байни корбарон суолеро пеш овардааст ки маҳкумшудагон бо ин банди қонуни кайфарӣ озод хоҳанд шуд ё на. дилшод ҷураев ҳуқуқшиноси тоҷик бар ин аст ки ҳарчанд тарҳи қонун ҳоло ҳукми иҷро нагирифтааст, дар сурати амалӣ шуданаш ба гурӯҳе аз маҳкумшудагон низ дахл хоҳад дошт. парвандаи ҳар як шахси маҳкумшуда дар алоҳидагӣ баррасӣ карда мешавад ва агар ин шахс бо моддаҳои ба яке аз моддаҳо ё бо ду моддаи 179 прим 3 ва ё 307 прим 1 маҳкум шуда бошанд ва танҳо барои гузоштани лайк, барои гузоштани шарҳ ё чӣ хеле ки мегӯянд дигар реаксияҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ карда бошад, он шахсон пурра аз ҷазои таъин намудашон озод карда мешавад. ба гуфтаи ҷураев, афроде ки бо ин моддаҳо зиндонӣ шудаанд, барои тезтар озод шуданашон бояд ба вакилони дифои худ муроҷиат кунанд. сокинон ба пешниҳоди бекор кардани муҷозот барои лайк назарҳои мухталиф доранд. аҷат хубе, барои ки одамои ҳастанд ки намедонанд ҳамин чиза. чаги одаме ҳастанд ки саводиш камтара, бисёр лайк мемонад, баъд пиштаи кор мешунонашад турмага. лекин аҷатан бо хусос буда ки ба хероҳои бад намерафтанд ҷавонои ёш. ҷавоноз як хелаш намедонанд ки мақсад барои чӣ лайк мондаистанд. ҳам як хелаш тамошо кардаист, як хелаш дастш яке меравад дар ҳам лайк охи. барои як лайк одама мақсад зиндагиша вайрон кардаистанд охи. ҳам чанд қадар сол мераванд мешинанд таги сироғ охи. бачаҳои ёш бисёр рафтаистанд озӣ. хеле кори хуб нест, ка беҳтарин кор шид ки мақсад ҳамин кор шид акаҷон. вакилони парлумони тоҷикистон тарҳи ислоҳ ба ду банди кодекси ҷиноиро ки ҷазо барои гузоштани лайк дар шабакаҳои иҷтимоиро пурра бекор мекунад, рӯзи 10 апрели имсол пазируфтанд. ҳоло он бояд нахуст аз сӯи маҷлиси миллӣ қабул ва сипас аз сӯи раиси ҷумҳурии кишвар имзо шавад. ба иттилои расмӣ дар тоҷикистон бештар аз 1,5 кас барои гузоштани лойк ва навиштани шарҳ дар зери матлабҳои ба гуфтаи мақомот дорои хусусиятҳои ифротӣ ҷазо гирифтанд. мақомот навору навиштаҳои мухолифон ва созмонҳои мамнӯъ дар кишварро ифротӣ мешиносанд, ҳарчанд корбарон онҳоро танқиди барҳақ мешуморанд ва зерашон лойк мегузоранд. همدیاران و هموطنان عزیز، همونطوری که شما دیدید، یعنی در تاجیکستان به خاطر لایک گذاشتن و یکی نظریات نوشتن در زیر پست های به گفت مقامات افراطگرا 1,500 نفر پشت پنجره رفتن. یعنی 1,500 نفر رو از آزادی محروم کردن به خاطر یک لایک گذاشتن. آیا میدونید که کدام اشخاص این نفران رو یعنی پشت پنجره بردن؟ اون اشخاصی که نه تلفن رو میفهمند، نه کامپیوتر رو میفهمند، نه ذهن صنعی رو میفهمند، نه ساحه تکنولوژی و پیشرفت تکنولوژی رو میدونن. یعنی اشخاصی که در زمان شوروی کار و زندگی و فعالیت میکردن، مانند امامعلی رحمان و خودش و اشخاصی که وزیرای کهنه و پوسیده و پیشینه، اینها وقتی که در سال 2018 قانون را قبول کردن که باید هر کسی که یعنی بندای قبول کردن که هر کسی که یک لایک میگذارد و یک نظریات مینویسد در زیر پستایی که با گفتیم مقامات یعنی عمل غیر قانونی دارد، افراطگرایی یا تروریستی، اونها رو پشت پنجره میبرند. به همین بهانه زیاده همونطوری که از 1,500 نفر پشت پنجره برده شده است. حالا این تنها اشخاصی است که فقط لایک نظریات نوشته است. حالا از اون اشخاصی که فقط یک حرف زدن در کجایی، مثلا یک روز یک از برادران برای من زنگ زد، گفت که یک از برادر من فقط با یک نفر بحث شده است که
او گفته است نوروز در اسلام حرام است و جزء اسلام نیست و او گفته است که نه، نوروز در اسلام است و حلال است و با او رفته است به مقامات مراجعت کرده است و برادر ما را به خاطر اونه که همین حرف را زده است 8 سال از آزادی محروم کرده. پس ببینید، یعنی حالا تنها یک گونه کسایی که لایک گذاشتن تعدادشون 1,500 است. پس ما اگر بگردیم به اون کسایی که حرفای زدن فقط به خاطر یک حرف، تعدادی اشخاصی که بدون گناه در تاجیکستان زندان است، شما میدونید که زیاده از 5 تا 6 هزار میگذره. حالا چرا در مدتی 6 سال مقامات به این نتیجه رسید که یعنی قانونی لایک گذاشتن یعنی باطل کرده شود و کسانی که دیگر لایک میگذارند باید پشت پنجره برده نشود؟ باید با اینجا بررسی کنیم که چرا در طول 8 سال گذشته خودی حکومت رحمانوف هزارها نفر، یعنی که 1,500 نفر پشت پنجره برد، ولی امروز میگوید که این عمل جنایت نیست. پس بین این 6 سالی که مقامات خود جنایت کرد، رفت هزارها نفر را به خاطر لایک نوشتن و نظریات نوشتن پشت پنجره برد، کی به جوابگری میکشد؟ یعنی خود مقامات جرم کرد. وقتی که شما میایید به این خلاصه میرسید که ما در طول 8 سال یا 6 سال جرم کردیم، گناه کردیم و این مشکلی ما بوده است، یعنی قانونی را که ما قبول کردیم قانونی درستی نبوده است، قانون غیر درست بوده است، پس باید کسانی که این قانون را قبول کردن و پیشنهاد کردن و دپوتات هایی که برای همین قانون رأی دادن باید به جوابگری کشیده شود. چرا؟ چون این قانون قبول کرده شد. در اصل برای چی میگویند که باید ما در شاخه قانونگذار یک پارلمانی قوی داشته باشیم، پارلمانی که در اوجا یک پیشنهاد وقتی که میآید بررسی کرده شود، تحلیل کرده شود، پخته شود، بعد قبول کرده شود. وقتی که در پارلمان جر و بحث نیست، یک قانون بدون یگان تحلیل قبول کرده میشود برای یک دیلانه، پس در این شک نیست که قانون مشکل را ایجاد میکند. مشکلش در چی است؟ زیاده از 1,500 نفر پشت پنجره می رود و بعد از 6-7 سال با آزار و اذیت مردم، اشک مادران، اشک فرزندان این زندانیان، بس چیکار دویم باره به خلاصه می رسند که نه، این قانون چیکار کرده است؟ این قانون اشتباه بوده است و باید باطل کرده شود. ولی بیایید ببینید که هزارها قانونی دیگر به مانند این قانون قبول کرده شدن که ما مطمئنم در صورت این کوتاه‌ترین فرصت والا این بیسوادان، این جلادان بازم به خلاصه میگن که این قانون ها اصلا یگان مفهومی ندارد، باز میان چیکار میکنن؟ این قانون رو باطل میکنن. برای چی؟ برای که یعنی قانون هایی که باید در پارلمان کشور ما و شما تحلیل کرده شوند، بررسی کرده شوند، نمیشوند. رحمانوف امروز گفت که مثلا پرزیدنت غیرقانونی تاجیکستان امروز اومد به پارلمان یک وظیفه داد که پارلمان یعنی شما امروز یعنی دستور میتیم که فلان قانون رو قبول کنید به خاطر مثلا زندان کردن کسایی که با حزب‌های سیاسی یا اینکه با سیاست دست میگیرن. پارلمان در کوتاه‌ترین فرصت این قانون را قبول میکند بدون یگان بررسی، بدون یگان تحلیل و بدون یگان سنجش دقیقی که آیا همین بعد از 5 سال 10 سال چی نتیجه خواهد داد؟ آیا این قانون به نفع ملت و مردم هست یا اینکه نیست؟ در حالی که این حرف از زبان امام علی رحمانوف تقریبا زیاده از یعنی در سال گذشته صدا داده بود. اگر من اشتباه نکنم در سخنرانی سالانش بود، اگر اشتباه نکنم در آخرین ماه دکبر در جلسه آخری صحبت کرد، اگر اشتباه نکنم در همون سخنرانیش بود این نقطه را ذکر کرد. ولی تو عین حال چند ماه میگذرد از بین؟ 5 ماه میگذرد، اینا 5 ماه پرون یعنی 4 ماه پرون 5 ماه میدراید، هیچ کاری دقیقی که برای از بین بردن همین قانون کرده شود تا حالی هم تلاش نشده است. فقط اینه که این قانون در مدت 4 ماه تنها به پارلمان اومد رسید و پارلمان چیکار کرد؟ این قانون رو باطل کرد و بعد از این باطل کردن این
باید مجلس نمایندگان برود و مجلس نمایندگان این را تایید کند. بعد از تایید او باید برود پیش امامعلی رحمانوف و امامعلی رحمانوف امضایش را بگذارد که بعد این قانون چکار کند؟ عملی کرده شود. در حالی که اینا درک کردن که این جرم است، این قانون قبول کردن این نادرست است، باید در کوتاه‌ترین فرصت کسانی که به این عمل زندان شدن اونها رو آزاد کنن، از اونها بخشش بپرسن، برای اونها جبران پولی پرداخت کنن، میآیند در مدت 5-6 ماه فقط این قانون را چیکار میکنن؟ از بین میبرن. 5-6 ماه وقت میگیرن، بازم همونم به خاطر آزاد کردن کسای لایک گذاشتن از همشون 5-10 هزار 20 هزار دلار میگیرن که اونها را از زندان آزاد کنن. در همین امیدس طلایی که در همین سال انجام داده شد و بیشتری مردم امامعلی رحمانوف رو توصیف کردن که در اینجا فقط دزدان، آدم کشتان، غارتگران و اینا آزاد کرده شدن، بازم همین نزدیکان همینا میگویند که ما به حکومت رحمانوف برای آزاد کردن هر یک این شخص زیاده از 5000 دلار پرداخت کردیم. یعنی این تجارت است، تجارت خانوادگی امامعلی رحمانوف. یک کسی را میارد به خاطر لایک موندن پشت پنجره میبرد، بعد از 5 سال میان میگه که اشتباه بود و وقتی که تو مراجعت میکنی میگه تو زندانی. برای مراجعت کردن که ما بتونیم پرونده تو را ببینیم 10,000 دلار 20,000 دلار فلان قدر دلار برای ما پرداخت میکنی که ما را از زندان آزاد کنیم. یعنی تجارت خانواده رحمانوف در آزاد کردن و زندان کردن مردم خیلی مشهور است و پارلمان هم در اینجا چکار میکند؟ دست دارد، نشسته است در اونجا و امامعلی رحمانوف هر نقطه را که میگوید، هر حرف رو میگوید چکار میکند؟ لبای گفته کار میکند. وگرنه در همین هفته گذشته خود امامعلی رحمانوف در دوشنبه یکی از آفیس‌های یا اینکه اداره‌های بزرگ حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان را بنیاد کرد. یک حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان چقدر یک پایگاهی و یک اداره باید بلند آشیانه و زیبا داشته باشد؟ این از کجا درآمد دارد؟ مگر عدلیه جمهوری تاجیکستان به یک حزب اینقدر پول جدا میکند، به دیگر حزب‌ها یگان پول نمیدهد که اونها رحمت الله ظاهری خدا رحمتش کند در طول 20 سال حکمرانی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در خانه‌اش حزبش را اداره میکرد، جلسات را در حوله خانه‌اش میگذارد. در انتخابات سال 2012 این خانه‌اش را فروخت، در انتخابات اشتراک کرد. پس وقتی که عدلیه جمهوری تاجیکستان اگر این قدر پول برای جدا میکند، یا یک سرمایه گذار، یک تاجر چگونه میاد برای حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان چنین پول را جدا میکند، در حالی که به نزدیک قانون قبول کرده شد که تمام درآمد و برآمد احزاب‌های سیاسی در جمهوری تاجیکستان تحت نظارت حکومت قرار میگیرند و هر درآمد و برآمدی باشد باید چیکار کنه؟ تحلیل کرده بشود، تشخیص کرده بشود. پس دقیق است که تجارت خانواده امامعلی رحمانوف از اینجا آغاز می‌یابد. یعنی به خاطر غارت کردن، به خاطر دزدیدن از همه راه استفاده میکنند تا اینه که پول مردم را بدزدند، مردم را زندان کنند و تهدید کنند، شکنجه کنند، ترس و وحش را در دل مردم جای کنند و بگویند که شما پشت پنجره می روید و اگر که پشت پنجره رفتید در پشت پنجره شما را شکنجه میکنند، میزنند و قتل میکنند و برای همین شما باید پول بدهید و از حکومت دیکتاتوری امامعلی رحمانوف از نجات بیابید، وگرنه راهی دیگری به جز زندان شوی نداره. این مشکلات بسیار مشکلات عمیق است. مشکلاتی نیست که ما این مشکلات را تنها از دیگر دید نظر کنیم، از یک دیده که نه در تاجیکستان هیچ مشکلاتی موجود نیست و خب دیگه یک قانون را قبول کردن و امروز امامعلی رحمانوف تشکر که چکار کرده است، این امضا را گذاشته است و فرمان داده است باید قانون لایک از بین برده شود و مردمی که در زندان آزاد کرده شود، یا اینکه کسانی که آینده لایک میگذارن زندان کرده نشود. در حالی که باید برعکس سوال کرده شود که ما باید مفکوره خودمان استفاده کنیم که چرا چنین قانون قبول کرده شد. در سال 2018 کدام وکیل‌ها در پارلمان نشسته بودند؟ این قانون رو به پارلمان کی پیشنهاد کرد؟
باید اینها را به جوابگری باید بکشیم که چرا پیشنهاد کنندگان این قانون به جوابگری کشیده نمی شود؟ چرا پارلمانی اون وقته که امروز اکثر آنها بازم در پارلمان قرار دارند به جوابگری کشیده نمی شود که این قانون رو شما باید بررسی میکردید، شما باید تحلیل میکردید، چرا شما این کار انجام ندادید؟ باید بعد از پیشنهاد امام علی رحمانوف در کوتاه‌ترین فرصت پارلمان این مسئله رو میدید و هر کسی که در زندان به این مسئله نشسته است اونها رو آزاد میکردن، به اونها جبران پولی پرداخت کرده میشد. چند سال این نفر در زندان شسته است و هر قدر سومی که این انسان پیش از زندان شدنش درآمد میکرد باید اینها پرداخت کرده شوند و علاوه بر این به خاطر این فشار روحی، فشار جسمانی که سلامتیش را از دست داد باید جبران پولی پرداخت کرده شود. یعنی مشکلات ساختاری امروزه برای همین ما میگیم که در هفته گذشته در برنامه ذکر کردیم که باید ما مشکلات را مشکلات انفرادی نبینیم، مشکلات سیستماتیکی ببینیم که مشکل در یک شخص نیست که مشکلی من با حکومت رحمانوف است، بلکه مشکل در من و سیستم است، مشکل ما با سیستم است. یعنی همه ما یک مشکل داریم با سیستم امروزی خودکامه امام علی رحمانوف. پس باید ما مشکلات رو انفرادی و شخصی نبینیم. به همین خاطر به خاطر بهتر ساختن و وضعیت مردم باید ما قانونها رو بررسی کنیم و تحلیل کنیم، پارلمان رو مردمی کنیم و در پارلمان باید این قانونها چکار کرده شوند، کاملا دیده شوند و بعد از آن چکار کنن، این قانونها قبول کرده شوند. نباید که یک قانون بدون همین خیلی رفت قبول کرده شود. ما فردا در نزد پروردگارمون جواب میگوییم. پروردگار برای ما همین گونه این دنیا را نآفرید و بگوید که هر خیلی میخواهید زندگی کنید. آخه پروردگار در سوره نحل بسیار روشن میگوید ان الله یأمر بالعدل والاحسان، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. شما با عدل و نکوکاری و احسان این دنیا را چکار کنید، اداره کنید. یعنی پروردگار امر میدهد برای بندگانش. ما چگونه دین خود را، امر پروردگار خود را در نظر نمیگیریم؟ ما همین گونه با ظلم و فشار میرویم و ظلم کردن میگیریم. فراموش کردیم که پروردگار ما را به جوابگری فردا میکشد و برای هر یک کارمون در نزد پروردگار جواب خواهیم داد. یا که حدیث مشهوری پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم را فراموش کردیم. میگوید که از ظلم پرهیز کنید، زیرا ظلم در روز قیامت برای شما تاریکی میارد، برای شما بدبختی میارد، برای شما ذلت میارد. وقتی که ما امروز در این دنیا قرار داریم باید بدانیم که ما هر یک قدممون جوابگری دارد و فردا در روز قیامت در نزد پروردگار عالم جواب خواهیم داد. در روز قیامت ما از روی پور صراط المستقیم میگذریم. ما چگونه روی پروردگارمون را نگاه میکنیم با این ظلم و ستمی که در این دنیا به بندگان کردیم، به مظلومین کردیم، با ملت خود کردیم، در حالی که ما را وظیفه دار کرد که این ملت و این کشور را اداره کنیم. فردا هر کار شما جوابگری دارد و شما برای این ظلمتان جواب خواهید داد. فکر نکنید که ظلم شما به جوابگر میماند. در همین دنیا بعضی از ظالمان رو پروردگار به خاک یکسان کرد، در پیش ملت چون خوار و ذلیلشون گردان و اون باید برای شما درس عبرت باشد. با حسنی مبارک چی کردن؟ با محمد کدفی چی کردن؟ و همین گونه سرنوشت بر روی شما خواهد آمد.
مطمئن باشید که پروردگار شما را با این کاری که کردید جوابگر خواهد کرد و در روز قیامت این ملت از شما شکایت خواهد کرد. من امیدوارم که پروردگار برای ما نصرت میده تا این ظالمان را ما در همین دنیا با دست این مجاهدین، مبارزین و مخالفین جوابگر کند و جزاشان را در همین دنیا بدهد. پس بربخیزید و مبارزه ببرید و نگذارید که سرنوشت شما به دست کسانی بخورد که نه ایمان دارند، نه عقیده دارند، نه ملت را میشناسند، نه کشور را میشناسند، نه به یگان ارزش اعتقاد و باوری دارند. پس بربخیزیم و این ملت را از این مشکلات نجات بدهیم. برمیگردیم به موضوع دومی ما. همدیاران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، موضوع دومی که ما انتخاب کردیم مسئله مشکلات زمین لرزه در مناطق گوناگون تاجیکستان است، از جمله در منطقه ناحیه رشت. در 15 تقریبا تاریخ‌های 15 اپریل سال جاری در ناحیه رشت یک زمین لرزه خیلی قوی صورت گرفت. در آنجا چندین خانه‌ها و انشاءها خراب شدند و مردم واقعا ضررهای گوناگونی دیدند و وابسته به این خط اموالی رحمانوف یک دستور داد و چاپلوس‌های حکومت همین را خیلی تعریف و توصیف کردند که در کوتاه‌ترین فرصت به ضرردیدگان کمک رسانیده شود. بیایید این را ما از سامانه رسمی اموالی رحمانوف یعنی سامانه پرزیدنت جه به سمت شما برسانیم و ما این معلومات را از اونجا میخوانیم. از سامانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. همونطور که شما میبینید دوستان و هموطنان عزیز، در روی آینه نیلگون شما سامانه رسمی پرزیدنت است و اگر من بالاتر ببرم میبینید اینجا سامانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است، به چندین زبان ها نوشته شده است و من این مقاله ای را که اینها در اینجا نوشتن یعنی کمک حالا پیشوای ملت با ضرردیدگان زمین جنبی در ناحیه رشت و تاجیک‌آباد 15 اپریل در اساس دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. خب دیگه ما محترم نامحترم شنه میخوانیم. اموالی رحمانوف با ضرردیدگان زمین لرزه در ناحیه رشت تاجیک‌آباد کمک های عبارت از خوراک‌آوری، اشیای خواجگیداری و مسئله های ساختمانی فرستاده شد. مسئله های ساختمانی فرستاده شد. اینجا رو خوب دقت کنید. و بعدا دیگه که خاطررسان می نماییم که 13 اپریل سال 2025 ساعت 9:24 در حدود جمهوری تاجیکستان زمین لرزه به عمل آمد. قوه لرزش زمین در مرکزش که در مسافه 60 کیلومتر سمت شمال و شرق از شهر دوشنبه و 21 کیلومتر سمت شرق از مرکز ناحیه رشت قرار داشت 5 و 6 بل و در شهر دوشنبه 3 بل را تشکیل داد. خب در نتیجه چندین خانه ها خراب گردیدند. خب اینجا در همین جا نوشته شده است که طبق معلومات پیشکی دسترس شده در ناحیه رشت و تاجیک‌آباد 94 خانه استقامتی پوره و 50 خانه قسما ویران شدند. به 61 خانه دیگر آسیب سبک رسیده است. همچنان 3 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی و قریب 200 انشاءات گوناگون ضرر دیدند. خب این چیزی که ضرر دیده بود، این ضرر و همونطور که شما میبینید بعد در بالاتر در اینجا میگوید که امامعلی رحمانوف در اینجا با این ضرر دیدگان چیکار کرد؟ کمک روان کرد. این نگاه کنید. از جمله کمک های عبارت از خوراک‌آوری، اشیای خواجگی داری و مسئله ساختمانی فرستاده شد. حالا برمیگردیم به سامانه دیگر. خب این سامانه رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. ما برمیگردیم به سامانه دیگری که نو نشر شد. ما این رو از اینجا از به سمت شما باز برسونیم. همونطور که شما میبینید در این سامانه ما بهترش نوارش رو به سمت شما برسانیم چون براتون بهتر خوبتر میشود. در سامانه رادیوی آزادی نشر شد این
ما برمیگردیم با این نواری که در اینجا موجود است و این نوار به سمت شما ما میرسونیم. خب من ایرا کوتاه میده تر کنم. نه پنیم و نه یکم آشخونم و نه مقصد آخرم و یکم چیز مو آورد نمونده همون که در تاری سرمو نمیباره همیقه یکم چیزی آورد دیگه نمون او علاوی یکم چیز خدمو یک کی بلندنده هستیم که هیچ حسابش نیست. این مراجعت قمرالدین عادلوف ساکن 64 ساله دهه هزار چشمه ناحیه رشت است. میگوید که در زمین لرزه روز 16 اپریل بجز 2 خانه دیگر بناهای یاری رسان حولیش ویران شدند. از مقامات کمک نگرفته است. یکم کس سنی ما هم بگیم همین رئیس یعنی قشلاق اومد همینجا گفتم همین خیل اینا چی گفت که ما را سفارش کردن همین جای زیست که چی باشه گذاشتن بر رفتن یکم کس سنی من اومدگی نیست. مقامات شکایت این ساکن منطقه رشت را رد میکنند. عادل قمرالدین خونه شد 100% یاردمش کردن قسمان گذشتگیه قسمان وای میکنن یاردم میکنن تختاوش شفیر همه چی میتن با کمک های اینایی خروکه و مواد مولیوی با دستگیریش میکنن لیکن ما در یک مدت کوتاه این را به همه نمیرسیم که نوبت قطعی میرسه و یکم پرابلم نیست. قمرالدین عادلوف به گفته خودش کمبیزاعت است و با همسر و 3 فرزند نابالغش زندگی سخت دارد. روز 16 اپریل زمین لرزه منطقه رشت، شهر دوشنبه و چند گوشه دیگری تاجیکستان را تکان داد. بر اثر این آفت طبیعی یک نورس 3 ساله در ناحیه رشت جان باخته، 16 کس دیگر مجروح شدند. طبق اطلاع رسمی در پی زمین جنبی 10 خانه و چند مکتب و بیمارستان هم ضرر دیدند. مقامات اعلام کردند که برای برطرف کردن عاقبت‌های زمین لرزه ستاد تشکیل شده است. رسانه‌های دولتی از ارسال صدها تن کمک به ساکنان ضرر دیده منطقه رشت گزارش می‌دهند، اما بعضی از ضرر دیده‌ها می‌گویند که با گذشت 11 روز از حادثه تا حال هیچ یاری دریافت نکردند. مولا رجب یوسفی. خب همونطور که شما دیدید یعنی مشکلات اون قدر عمیق است که اینها میگویند که ما کمک روان کردیم و کمک عبارت از غذا و لوازم خانه و دیگر چیزهایی که لازم است، ولی وقتی که ما میدرویم از مشکلات مردم میبینیم مردم واقعا هیچ چیزی دریافت نکرده. همونطور میبینید این ساکن ناحیه رشت خانه‌اش خراب شده است کاملا. همونطور که میبینید میگوید که من یگان چی نه مواد غذایی نه لوازمات خانگی و یگان چیزی دریافت نکردم. من جای خواب روی ندارم، یعنی کم بضاعتم اصلا هیچ، یعنی در یک کوه زندگی میکنم هیچ رسو یعنی هیزم یگان چی نمونده است برای زندگی کردن، همه چیز از دست رفته است. یعنی مشکلاتی یک ساکنی که کم بضاعت است توانایی تمامی یعنی هیچ چیزی برقرار کردن ایران ندارد، باز رئیس جماعت همون منطقه میبرد میگوید که ما به همه اونها نمیرسیم کو. آخه تو کی میرسی اگه برای چی اگه تو در اونجا رئیس جماعت تعیین شدگی؟ برای جیب خود پر کردن؟ برادر مسلم سلام علیکم، بفرما برادر عزیز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام، بفرما برادر. سوزی برادر سلامتی خوبه انشالله؟ زنده و سلامت باشه الحمدلله. شما خوب هستین؟ الحمدلله. برادری همی زمین جنبی در طرف رشت شدگی هایم؟ بله. برای مسئله فتمی از صحبت کنیم. خیلی مقصد زمین لرزه ما میفهمیم که مثال قدرت چی طرف الله های درست، مثال الله همه قومی که مثال چی نمیکنه که یک امتحان میکنه ده مثال. بله. مثال ما حکومت ما مثال حکومت تاجیکستان ما یکمش خیلی هست میگم دولت تاجیکستان شما ما نمیدونم شما چه حساب میکنم، من کافرشون حساب میکنم مسلمانشون حساب نمیکنم. نه شما مسلمان حساب میکنین اما مالی را و حکومتی را مثال ببینید یک مسئله این هم مسئله نازکی است که چون هر کسی که یک نفر کافر میبروره باید در موبین یک نفر کافر است یا او یا تو. اگر در روز قیامت پروردگار
روبرو با پروردگار شدی، در اونجا بسیار سخت است پاسخ گفتن چنین چیزها. و این خاطر مقصد شما نمیگی نه؟ نه منظور این نیست که من میگویم نمیگویم. من بسیار خودداری میکنم در مسئله هایی که او برای عقیده من، برای آینده من ضرر میرسونه، چون این چیزا را میگذارم با اون اشخاصی که توانایی علمیشان تو اون درجه است که میتواند کسی را مثلا حکم براره که این مسلمان است یا کافر است. چون من قاضی نیستم، کار نکردم و مسئله دینی رو بر اون اساسی که میتوان یک کسی حکم برآورد تو اون درجه نخواندم. از این دیدگاه باید در چنین مسئله من خودداری مثلا برادر مثلا 100% فهمیدم شما را. مثلا دیگه با کی نمیخیلی بگیریم. مثلا شما میدونید چی معنی داره اتئیست؟ اتئیسم اصلا انسان هایی که مثلا خدا را قبول ندارن و خودشون میگن ما اتئیستیم و قشنگ گام میزنی میگی تو خدا را میپرستی، میگن نه من خدا را باور ندارم، نیست خدا، میمونیمش. مثلا ما همه خیلی امام علی را همه خیلی حساب میکنم و کسی که در حکومت کار میکنن اتئیستن، مسلمانشون حساب نمیکنم. یعنی برای چی؟ برای که همه وقتی که یک آیت قرآن قبول نکرد انسانیت و بر یک قانون یا یک کلمه در قرآن اومدگی را قبول نکردی، تو مثال اسلام خارج میشی. درست؟ اگر قبول نکنه آیت بعدی. درست. و برادر جان چی نمیکنن، قبول نمیکنن. خب مقصد کارگرای مثال حکومتی که مثال فرق نداره که بی و انویدی و حربی و مربی همشون مثال و همه استطاعت الله میغلطن. خب ما در مثال میفوره که اما مثال یک عقلشون به کار بیاید، خب یک فکر کنن، برای که مثال خواه نخواهن مثال یک روز میمرن، مرگ میوید. امام علی میمره، پدرش میمرد، مادرش مرد، امام علی میمره، فرزندش میمره، مثال مرا میمرم، همه میمریم. نه برام قومی ما می توجیکو هم خیلی مثال چه بگیم، همه خیلی همو حکمتی ها میگیم، برای حکمتی ها همه خیلی بلو هم بگیم، هم خیلی خیتریان. الله میگه که الله خیتریای نه که انسان هم خیتریان، نه که الله ای خیتریو ایو ده خیتری ترای. یا میگن الله را فریب کردن، نه که الله میگه مولا تمہارا چه فریب میکنی نمیتونی فریب کرده. درست؟ برای الله را فریب کردن. خب همین حکمتی ها همین کارگرای همین حربی و مثال همه چیزی بنا باشه کربس لوبو همین فقط امنیتی ها که دکتر و مثال معلم یورا نمیرسیم یا خیلی مسلمانان انا می حکمتی همین شورا مثال برای چی؟ برای که این پریکاده ده برادر یک کس میورن یک مسلمان میگن شکنجه کن و شکنجه میکنن. مثال زندانی و پری زندانی و شدگی هم همه مسلمانان برادر، همه خدا ترس خدا چی هم. برای همین حکمتی ها اگر مثال گوش کنن بدونن که مثال ویا مسلمان نیستن و یا فکر میکنن که مسلمانند و برای من بسیار همی هستن شناسا مثال یا خیلی خشته برام کار میکنن، میگن خیلی ما مسلمانیم که ما مثال خدا رو میگیم که ما حج میریم میره که میگم نه خر حج مکه میروم یا با ما خره یگون مایده میگم برام دعوت چون میکنیم خیلی قبول نمیکنن. الله قبول هوی میکنه قلب انسان ها را. خوب برای همه مثال بفهمنده مقصد مردم بفهمه که حکمت اولش مسلمان نیستن. مسلمان اگر میشیدن وقت مسلمان را نمیکشتن، یا غم نمیدودن، اوزار نمیکردن، بعد به خلق خودشون مثال به مسلمانی خودشون قچی نمیکردن. مثال برای الله هم خیلی بعد یک گناه دیگه که مثال ما مسلمان ها همین چیزا در قانون در روزی میشیم. همین قانونایی که مثال کفر و کمونیست خیلی کمونیست حساب شما میکنم. همین حکومت تاجیکستان مثال مرو در جان کمونیست حساب میکنم تو حاضر ما برای کمونیست میگم. خیلی نمیدونم شما چی میگی نمیگی، ما برای کمونیست میگم. برای همین خلق ما که خب کشیدگیان میشینن خب میشینن یک سال دو سال و الله هم خیلی افتو را میوره. خوب در
дар умум мо халқ мусулмонем ки мисол тоҷико мусулмонан мо мисол 10 миллион 8 миллион дами дунё чанд миллионан дар афғонистон дами дунё да весмир да мисол 10 миллион нестем ки зиёдтарем. мақсади гап халқ хаб накуна бояд. ҳамун рӯзе ки замин дар ноҳияи Рашт ларзид ва ҳамун рӯз дар ноҳияи Рашт воқеан як консерти бо дабдабаи наврӯзӣ баргузор карда шуда буд дар майдонам ва дар наворҳорам ҳаст ки вақте ки замин меларза баъде аз инсонҳо дар калима такрор кардан шурӯъ мекунанд, дар ҳоле ки дар мобайни рақсу суруду фаҳшу фаҳшҳо дар ҳамун майдон ҳастанд. ман ҳатто ёдам намеравад замоне ки чун вақте ки шумо таърихи Рашт намехонед, дар таърихи ноҳияи Рашт ки қаблан Қаротеғину баъдан Рашт шид ин тараф омад, воқеан бисёр муборизони қавӣ ба монанд Фузайл Махсум даҳои дигарҳо ҳастанд ки дар муқобили шӯравӣ зиёд ҷангидан, мубориза бурданд ва ҷон доданд барои истиқлоли ин миллат ва воқеан ҳам онҳо муборизаи хеле зиёд бурданд ва ҳатто ҳукумати шӯравӣ барҳо шикаст доданд ва намегузоштанд ки ба минтақаи ноҳияи Рашт раванд. ва ҳатто соли 2009 буд, иштибоҳ накунам, яке аз генералҳои маъруфи ҳамин ҳукумати диктатураи Эмомалӣ Раҳмонов ки рустабор буд ба ноҳияи Рашт. дажами Сайдабло Нури ай Рашт будам? نه او از همون منطقه ها است، ولی او از چی از به نظر اشتباه نکنم از چیش نام میگیرن، از این طرف طویل دره، از این پاره طویل دره یک منطقه است که از اونجاست. خب به هر صورت علی بیده گوره در پیشونیش پران و نگذاشت که مثلا اون ذلتی را که به اون مردم پیشنهاد میکنن پیشنهاد بکنن، ولی به هر حال این مردم دیانتدار منطقه تاجیکستان بدن. به همین خاطر البته مشکلات هایی که شما میگید موجود است که پروردگار این انسان ها را مورد امتحان قرار میدهد و وقتی که اینها از دین و ادیان خود دورتر میشن اونها رو با این آفت های طبیعی و به هر چیز نشان میدهد. شما باید مقصد همین منطقه بله چه گفتین برادر؟ بله برادری که ور داره نوشین صحبت کنین تا برادر مسلم اومدن بعدن برادر مسلم صحبت میکنه باید دوام میدین. بله برادر بفرما. الو این موضوع شما در چی کمی اولش میگفتیم؟ ما در چند موضوع صحبت کردیم. موضوع اولی که ما صحبت کردیم در مسئله از بین بردن یا که باطل کردن مسئله لایک گذاشتن بود و مسئله دومی که این حال ما صحبت داریم این مسئله زمین لرزه در ناحیه رشت است و کمک‌هایی که از جانب امامعلی رحمان با اون ناحیه روان کرده شد که به مردم نرسید، چون چیزی که امروز نشر شد بیشتر مردم ناراضیتی بیان کردن که این مسئله به ما نرسید و ما کمک دریافت نکردیم. در این دو موضوع این حال صحبت داشتیم و بعدا برمیگردیم به دیگه موضوع. بفرمایید برادر. چه نرسیده که تمامی چیزاشون که بردن موندن با خیلی سراغشون بودن که تا که باید خونه هاشون ساز شود. در کجا همین چیز نشد؟ شما میتونید در تمامی همی یوتیوب تماشا کن میبینی شونه که چه یوردان کدیسی یکون کس نروزگی بیان نکدیسی همه روزی هم میبرون گاب میزنن ما ایجان روزی این اکه قمردینه که از نویه حجبورک از قشلق حجبورک بود به نظرم از نویه رشت اگر اشتباه نکنم که خونهش کاملا خراب شده از کم بیزاحت است و میگوید که حتی نه تنها اینه که مسئله خانه هیچ نگری بلکه مسئله غذاواری هم براش نرسید. این چی است این مسئله؟ این مسئله دروغ میگوید این ساکنی نویه رشت؟ خانشنو همه چیشون تامین کدگی های وابشه این شما خیلی که گاب میزنه پروسا شما رو میبینید خوبی هایی که جناب دارمی ملتی مو مقصد نه ملت تاجیک که شما کتونا تاجیک نمیگیره شما اروپایی نه مقصد خیلی این ملتی مو مقصد تاجیکا مو باشه در آزادی مو یکون کسی یکون قبل میگه که شما برای مقصد نه خیلی کلیم مو در یکون ظلم قرار نداریم.
شما همه فقط میبروین جناب تنقید میکنین، میبروین فقط جناب تنقید میکنین. شما پیشروی های جناب چقدر یک بار نمیبرین بگین که خیلی مقصد جناب نمی قدر پیشروی کرده، برای چی شما نمی چیزا رو نمیبرین بگین؟ خب بیا از پیشروی شما بگین، نمو گوش میکنیم. بیای رفتیم اینه بفرمایید. تمامی همین نوحی ها یک بار همی شما بچه ما تماشا کنید، تمامی نوحی ها را تماشا کنید چی خیلی آبادی شده است. بیایید شما با تصویر بکشید، ما گوش کنیم. نمیشود که مثلا شما بگید که با چشم ما ببینید و اونو با وقتی شما میگید که با چشم ما نگاه کنید، باید با چشمتون شما تصویر کنید. مثلا تعریف کنید که فلان مسئله اینه در فلان ناحیه فلان شد و در فلان جو نشر شدگی است. شما میتونید دوره از فلان رسانه پیدا کنید که در فلان ناحیه مثلا یک ساختمان ساخته شد که مثلا 100,000 نفر جای به جای کار تامین کرد، یا اینکه در فلان ناحیه فلان ساختمان ساخته شد که 20,000 نفر به جای کار تامین کرد. این مسئله ها را میتونید برسونید، مشکل نداره. در همین تاجیکستان آدمی بگه کار کنم، آدمی هم خیلی بگه که خیلی کار کنم، ای همین مسکو در زون کار میکنم، این مسکو در زون کار میکنم. این بچه هایی که جورای من برات میگن که به خیلی زبیو میگه همین تاجیکستان در کار کنم، میگه همین جدا میگه ما آیلی که گرفته است، میگه ای همون آیلی که شما در زور های اینجا در 10,000 سومون ما آیلی گرفته است، من اینجا در 5,000 سومون آیلی گرفته است. این در کجا تو گری میگیره با خودت ببین نگاه کن برادر عزیز، ببین برادر ببین وقتی که خودت از همینجا برمیگردی تاجیکستان میره و 10 نفر دیگر مثل خودت برمیگردن تاجیکستان بروند، 40% RVP یعنی که بودجه تاجیکستان از حساب ماجرا است، 40% با حساب رسمی. وقتی که مثلا هوز در تاجیکستان اگر معاش رسمی 1000 سومون باشه یا 1100 سومون باشه، 40% همین را کم که 600 چند سومون دیگه میشه. درست؟ یعنی که 40% معاش مردم کم میشود وقتی شما برمیگردی. این مسئله این است که خودت برمیگردی با او کسایی که در چند هزار سومون فایده میکنن یا که کار میکنن ضرر نمیرسه، اونها ضرر میبینن وقتی خودت برمیگردی. و خاطر چی ضرر میبینن؟ به خاطر که تو کمک کننده بودجه کشور هستی. تو خودت میدونی که این بودجه کشور چه خیلی کار میکنه، همین چه خیلی تو میخره، همین را خودت میدونی اصلا. نه آخه کار میکنه وقتی نمیدونم این چه خیلی کار میکنه، نمیفهمی که همین رفت اومدی مال چگونه تاثیر میگذاره به سکته در داخل کار میکنه. وقتی که مردمی مهاجر نباشن، بیشتر شغل ها در تاجیکستان از بین میروند. بیشتر شغل ها مثلا بانک ها کارگر زیاد نمیگیرن. خب مسئله ای که کسایی که مثلا ترانزیت کار میکنن بور میبرن میان کار نمیکنن، فرودگاه بیشترش از کار میمونه چون مسئله ای فقط مهاجرت است. تمام خانه ها بدون مال و ملک میمونن. این مسئله رو نمیشه نادیده گرفت کو. همیدو برای که نه اوخی نمی قدر نمیگن که انا بودجه دولت بودجه دولت پرزیدنت زید بودجه دولت این قدر سا غورت کردن، این قدر کارگر نگاه کنید شما یا بار این قدر کارگر آدم نه خیلی سومی همه اولیگ میگن که خیلی اکنه ما اولیگ میگیم این قدر آدم اولیگ دادن از جای همین قدر پرلین شما یا بار بسه فکر کنید یعنی ای بودجه دولت نباشه اگه جو باشه اگر همین قدر کارمندان اینا امنیت کارمندان اینا همین ایویده وکیده اینا یا همشون هم بودجه دولت میگن. ما چیکار میکنیم این قدر ساختارها را؟ مثلا این قدر ساختاری داریم، مثلا ساختارهای نظامی همین ساختارها رو ما در سر قورو میزنیم، هم یه ساختارش بس نیست و در حالی که ما را کیا نگاه میکنه؟ روسیه چی در کار همین قدر ساختار در ما را یگان وقت روسیه نگاه نمیکنه، ما خمون نگاه میکنیم، امنیتی ما داریم یگان تریتوری نداره. این یعنی گروه زنده باش. برادر محمد اقبال خوش اومدی به برنامه و تشکر که پیوست شدین. خیلی خوشحالم که امروز شما در برنامه پیوست شدین و صحبت میکنین. زنده و سلامت باشین برادر.
فرمایید اگر یک گفتنی و باشه. رحمت الله و برکاته. واقعا هم یک تحلیل خیلی خوب، دو تحلیل البته در مورد اون چی که در مورد زندان کنی و اینترنت هم بزی بسته است و مسئله اینترنت مشکل داره. بله نه بهتر خوب. بله، منظور از این دو تحلیل که نمودید خیلی تحلیل های زیبا بودن و واقعیت های حالی که در مورد زندانی ها و زندان کنی ها آزادی شما دادید و از معلومات های رسمی که 1400 1500 نفر در زندان های تاجیکستان برای لایک ها قرار دارند و این کاملا یک معلوماتی غیر دقیق هست و معلومات ما از این بیشتر و بیشتر است، چون با سرایست اجرای جزای جنایتی صحبت داشتیم و اکثر افرادی که در یعنی که زندان های کشور قرار دارند باش اونها اصلا یعنی که آماده به خاطر زندان کردن نیستند. مثلا وقتی که یک کارخانه یک کارگر قبول میکنه برای او جای کار آماده میکنه تا اینکه اون کار کنه، یا اینکه یک زندان وقتی که مثلا در اروپا وقت زندان راست میکنن به خاطر هر زندانی چگونه جایگاه، چگونه خانه، چگونه یعنی همش آماده میکنن و پس از اون یعنی که همون نفر باشد. خب افرادی که جنایت میکنن بر مردم البته ما گذاشتیم همین مربوط به حالا جای جنایتکاران نیست. زندان شما فهمیده افرادی و زندان ها جای افرادی آدمکش، جای آدمایی که دزدی میکنن، جای آدم پر کاران باشد، ولی زندان بودی عفوی در رمضان فرزیده این از آغاز همین مسئله اینترنت به حد بزیب است، به حد بزیب است. تقریبا کاملا صحبت کردن میچسبه، یعنی هم گپای تشمیه نمیاد. سلام خوب است؟ عین حال خوب است، عین حال بهتر. بله، یعنی واقعا هم زندان های تاجیکستان پر از افرادی که اونها آگاهی، شعور ملی و وطن دوستی دارند، تنها به خاطر مخالف رژیم رحمانوف بودن. من چرا مخالف عبیدالله باشم؟ اگر در حالت یک شهر خوب داشته باشد پس باید من مخالفش باشم. من پرزیدنت تاجیکستان، ولی عبیدالله میخواد که من میخوام کار گپ نیست، شهروند تاجیکستانی من باید آماده کنم، نمیتونم مهیا کرده، باید من راهش را پیدا کنم، ولی به خاطر این که جای کار عبیدالله طلب کنه باید من برام زندانش کنم. باید شخصی که عبیدالله گپ صدا نیست؟ الان اومده است، خوب شد، بهتر شد. صدا هست. در کشور میگذرد، اینها واقعا هم یکی از مشکلات جدی این ملت است. این ملت باید بایستد فکر کند که نجات این ملت تنها و تنها با کاری که میخواهند برای امروز و فردای خود کنند این نبودن رژیم خودکامه رحمانوف است. صداتون باز خاموش شد دوباره. فکر میکنم یک بار کاملا خارج شین از فکر میکنم که یک بار خارج شین از نو بدرین که تلفن نبر خاموش کنیم، چون اینترنت کاملا خوب میمره، گیرون میشه یا صداتون میاد از بین میره. خب من کو توسط تلفن بدرم چیکار میشه؟ که برای نو بدرین که فکر کنم که مشکل.
خب واردور هستی خودت؟ بله همینجا دارم. بله خب به هر صورت مسئله رو گوش کرده اختی؟ مسئله را گوش کردم، شما را مسئله را گوش کردیم. مقصد یه بار درمی حیاتون خیلی چی کنده، مقصد خیلی همون جناب ما را همون کارهای کدگیش تعریف کنید در حیاتون یه برده. مقصد چی اینقدر مردک میدونی عذاب او کشیدگی تمام میلاد سرجم کدگی. میلاد نمیخواد دیگر رنگ 92 شوه نمیخیلی شوه. در مقصد خیلی نمی تراریستا هم را کشتن کو خیلی نمیخواهم خیلی یا تشخیص دوخی اینه خیلی اقبالگل تبگوی اینه برای نمی گپت بیرونت کرد. برادر محمد اقبال فرموی. برادر محمد اقبال صدامون هست؟ صداتون نیست اصلا. الو صدای من هست؟ بله بله عین حال صدات هست. بله یعنی منظور از این بخشش برای خط واقعا بله صدا هست درست؟ عین حال هست. بله بله واقعا در قضیه هایی که امروز در همین دو مسئله که گذاشتید و روش صحبت کردید و تحلیل های داشتید، من همین را یعنی میخواهم بگم که واقعا مشکلات جدی در کشور ما وجود است. خب دیگر صدا هست؟ صدا هست عین حالا بد نیست. بله آنچه که از زندان ها با صدا در اساسی این ملت تنها همین رژیم خودکامه رحمانوف است که این ملت باید دیگر خودش بفهمد که در چی مشکلات مواجه و روبرو است. به این خاطر است که ما اتحاد کلمه در ما با وجود بیاید. در اتحاد صدا فکر نیست. صدا کنده کنده میآید. همون اتحاد گفتین باید بیاید ولی دوامش که نامون. چون در جای هستین که خیلی اینترنتون بزیب است. صداتون نیست. صداتون تماما نیست. نه صدا فکر کنم مشکلاتون خیلی زیاد است. مشکل اینترنت یک جای قانون صدا اینترنت موقع بزیب است. جای است. انشاءالله باز وقت مناسب حتما باش اینترنت خوب شد بعدا صحبت میکنیم. چون وضعیتون اینترنتتون به حد بزیب است. بله سلامت باشه. سلامت زنده باشه. تشکر از اومدن با برنامه. زنده و سلامت باشید. برادر عادل بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. فرمایید برادر عزیز. خوب هستین؟ تنسیاتین؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر چی کنیم؟ علیکم السلام. اوضاع شما در همین استودیو در همین ما через стрим домодагим. Biz اوضاع خودتون کم در پسترای. اوضاع من پسترای. Да, но каме сухан мекунем, суханотон дар ҳама пастар. Оя мо мумкин ки мушкилӣ дар телефони мо бошад? Не, мумкин ки мушкилӣ аз стримам тоже мешавад. از связом هر چی مشکلی داره در این باید امکان دارد ولی من از یک بار با میسنجم کم ترک وظیفم پاس میگیره. اگر ما через стрим داریم اوضاعتون پاس. اگر через یوتیوب تماشا کنیم پروسه آنلاین اوضاعتون بالا میگیره. در عموم من عین حال من نگاه کردم بهتر است. خوب است. بد نیست ان شاء الله. چون چیزی که من از اینجا نگاه کردم اینجا میسنجم جای از خوشحالیم که در این برنامه شما اشتراک داریم. خیلی خوب. یک آدمی که در اومده
چند دقیقه پس ای جنابشون چیزی گفت جناب تعریف کنین نمیدونم کی را تعریف کنین رحمانов تعریف کنین چند تا وای رحمانов چند خیلی چیز داره попробуйшون گفتی چند داره جناب پیشوا با کی باشه پادشاه پرزیدنت رئیس جمهور اگر حساب کنیم 15 تا 20 تا 30 تا میره مال خیر فهمو وای میگه چی کارشو باشه نباشه باید تعریف کنیم میگیم تعریف کردن نیست فهمیدی اگر یک کاری رحمانов ما اگر کاری برحم شه کاری کردگی باشه در بین 30 چند سال اگر فایده خلق باشه ولی ما میبریم گپ میزنیم حیرت ما میبریم سخن میکنیم گپ میزنیم که رحمانов خیلی بلند نبودن کار کرد رحمانов ظلم کرده است چی کاری کرده است در عقل آدم تو نمیاد چی کاری کرده است پشت و چهار چوپلوس جوانی که میبره گپ میزنه باید در همون چون در همون توجیکستان ظالمان قطعا هم ظالموشون ظالم گپ میزنه او حتی نمیدونه که بودجه کشور چگونه کار میکنه اونا میدونه که زمین مهاجرایی که در همینجا هستن بر بگردن مردم 40% در اونجا اوشش کم میشوه جای کارهایی که وابسته به مهاجرت هست تقریبا از بین میروه درآمد مردم پویان میفروه کسانی که با مهاجرت مهنتی رو یعنی درآمدشو از اونجا هست و اونو به غذا میمونن به جای کار میمونن خروخری میشه در تاجیکستان ما با اقتصادی دراز مدت با مشکلات بحران اقتصادی دراز مدت روبرو میشیم این مهاجرتی مهنتی بر بگردن برای همین است که اومدی رحمانov جان شده است میره و عربستان سعودی میره و کره جنوبی برای پرسیدن که برای ما قلب جای کار روتیم برای ما مهاجرت مهنتی رو اوجا ببریم زورا و تولو کرده است تا اسوس رفتن اومدن ای از این چیز با خبر هستن حکومت چیزا نمیفهمه میدونه همین چیزا ولی اونا هم در تاجیکستان ظلم کرده است که مردم مهاجرت دارن در داخل نمونن چون میدونه که در ای پیرنس سون یا اینا در داخل میمرن اخی این مردم در داخل باشن میمونن شو فکر که نیروی اصلی که جوانو هستن و میتونن حکومت اداره کنن یا اینکه از بین ببرن همین حکومت ظالم این جوانو رو بیرون کردگن از تاجیکستان مثلا ما همموز در کجاییم ما تقریبا در خارجیم اگر ما در داخل بودیم اجازه میدادیم همیا باشد زنگ تلفن تا جواب بدیم و پیوست شیم برادر مسلمان بفرمایید برادر سلام علیکم برادر یا برادر چی شد قچی چه تمیزی است بزیبای ها بله بفرمایید صدا اومده است از انشالله خوب از بد نیست صداتون بهتر است همه موضوع دمو چوپلوس دمی جا یا برآمد نه او همو حرف نطقی زد بیرونش کردم اون مهمونی که دور اومده بود محمد اقبال و روجی با او یگو حرف زد که دیگر بیرونش کردم از برنامه لازم است اسکین در همو چوپی که گفتنیم که مقصد خاک کارش همیه مقصد که چوپ گلوسی میکنن میگردن مقصد نه که او فایدهش نمیوره یگون مقصد فکری خشون نکنن مقصد این روز پگاه دنیا تمام میشه времени هممون میمیره времени یه روز بعد پشیمونی میشه با فایدهش نداره بعد فهمیدی برادر اما بسیار انده چوپلوس بسیار نمی کارگرای حکومتیان همش چوپلوس حساب میشوند امومالی مثال که خیلی روی حقیقت بگیم که مثال خیلی که برای دنیا را مثال سوسی چی میکنن نه که همی ما دنیا در کار نیست برای دین که میرسم برای دین انشالله چیش میکنیم حتی برای دنیا را هم نمیکنه چیزی در کجا گردنش هم میخواه بگیم که برای اینمی دنیا را بکنه حدیم کن برای این دنیای مردم بکنه نمیکنه روش سیاه از اوخی فقط به خاطر فحش کرده شده است مثلا ببینید امروز تاجیکستان از دوشنبه را عبور کرده شده است فقط در ساحه یعنی ظاهری یعنی ساختمان ساخته شده است ساختمان دوم پوما میسوسن این مسئله پلشویی است یعنی تو یک ساختمان رو میسازی تو پل میشوی مردم راه سازی مسئله راه از کجا ساخته میشه از بوج دولت ساخته میشه یا نه از بوج دولت از چگونه پلش میزنن مسئله راه سازی را میگیرن یعنی زیبایی و قشنگ یعنی پرچم ساختن از کجا قرض گرفت قرض کی پرداخت میکنه بودجه کشور پرچم ساخت خب یک هیکلی یک باغی استقلال ساخت برای چی ساخت را از کجای را ساخت از بودجه کشور ساختش
بودجه کشور پولش از کجا است؟ از جیب مردم نیست اخی، او امانت مردم است، او جایی است که حضرت ابوبکر رضی الله عنه بخار میگرفت شبا به مردم تقسیم میکرد بودجه مردم. نه برادر، من یک گفتنی مقصد همی خیلی همی مردم هم نگاه میکنن، همی چوپیکور هم نگاه میکنن، بعد همی مردم تاجیکستان هم نگاه میکنن، تشخیله که دوم پون سختگی سوسمو زدنیوری خشرو خیال میکنن که رنگ همی دوبای میشوه، همی سود نه که دوبای هم بشوه که دوبای هم همی سول دین دور شیدگی همی سول در دوبای همی سول همی سعودی عربی هم بگیم همی سعودی شوی سعودی مثل اوچش جهود بده، اوچش زدیم اوچش برما جهود. اما سلمون ایکو فارسی میگن، سلمون فارسی غزه را مثال تیتپیت کردن یا اسم روی نمیکنن، غزه را تیتپیت کردن میگه که ما در غزه چی روی میکنیم، فقط ما در همی سون روی میکنیم که همی کفانتون بپیچونین. امی گپ عقل طوری میگیره خیلی یا بچه مسلمانو زدن و زمین مبارک برایش تو برای پدریت مثال بگیم چی نکردن و اینم خیلی اندم مثال همی توجیستیم که همی چوپیکو ما میگم ما دوم پوم سخته استیم که ایسوس کردیم آخی دومی تو چی استیم و قیامت در یردم نمیکرم و امی نوکی پوچم و تو سرمونه مسلمان برای جنگ چی میشوانیم همین خونریزی برای میشه مثل رنگ بشار اسد میگریزه، بعد رنگ همی کیه نومش افغانستان دا بود که پریزیدنتش بیفی پریزیدنت افغانستان کی بود نومش همون رنگ همون میگریزه مقصد برای هم قکروشی چند قدم پوم افغانی چند قدم پوم نسوده کسی فایدهش نداره. باید مسلمانو را چخه نرسه، مسلمانو را باید چی نکنه. باید تاجیکستان صداتون خاموش شد برادر. الو، صدای برادر خاموش شد، بود و برای مشکلش پیش اومد. خب همونطور که شما برادران و خواهران عزیز گرامی قدر دیدید، یکی از طرفدارای حکومت امامعلی رحمون برآمد و در اینجا میگه که در تاجیکستان تمام پیشروی ها هست و تنها شما ایران نمیبینید. با چشم ما جماعت ها، دهات ها و ناحیه ها را نگاه کنید و با چشم ما ببینید که چی پیشروی رفت. ولی واقعا هم باید گاهی با چشم اونها ما نظر بکنیم، چون نباید ما همیشه طرف منفی را نگاه کنیم. نه کار نیست و پیشروی هم نیست. البته در مسئله پیشروی ما باید ذکر کنیم که پیشروی ها واقعا موجود است. یعنی پیشروی های راهسازی در ناحیه ها از جانبی مثلا مردم خودش، مثلا پل جمع میکنه، هر جو زحمت میکشه، یا راه میسازه. در مسئله آبکشی که تعداد مردم آب ندارن، پل جمع میکنن، همه کسا مردم خودش. ما اینجا مسئله در واقعا پیشروی این پیشروی است، چون پیشرویی که مردم خودش واقعا میخواهد تا در حالت بهتری قرار بگیرد و زندگیش بهتر باشد و واقعا هم به مردم تلاش میکنن. این مسئله ای نیست که مردم نبینن، مردم واقعا کوشش میکنن، تلاش میکنن. اما ما بگردیم به مسئله حکومت متاسفانه در یگان مشکلات مردم شریک نیست و مردم کمک نمیکنه. خب یک عده از کمک های روان میکنه، مثلا از ناحیه از پایتخت به ناحیه رشت روان کرده شده بود مسئله کمک، ولی در ناحیه رشت این نوپدید شد، گم شد. چرا؟ چون اون کسی که در ناحیه رشت ششته است، رئیس شهر، بعدا رئیس های جماعت، اونها میدزدن این چیزا. چرا میدزدن؟ چون این باید تقسیم کرده شود. خب دیگه مثلا رئیس ناحیه وظیفه خریدگی است، رئیس جماعت وظیفه خریدگی است، رئیس دهات وظیفه خریدگی است. آقا همه ای مگرم دزدی کنه او پله کی وظیفه خریدگی است، او پله باید بربگرد، یعنی بربگردونه بگیره او پله باید. خب به همین اساسی چیکار میکند؟ کوشش تلاش میکند که چیکار کند؟ اون پله را که گرفتگی است او را بگیرد، در حالی که فراموش میکند، یعنی فراموش میکند که باید چیکار کنند؟ بایدم به مردم کمک کنه. این پلی همون مظلومایی است که در این زمین لرزه ضرر دیدن، یعنی این مسئله را چیکار نمیکند؟ اهمیت نمیتید.
یعنی خود رو بالاتر از دیگران میدونن. در حالی که باید ما وقتی که میبینیم که یک همسایه‌مون، یک همدیهاتمون، همشهرمون به مسئله‌ای که طبیعی روبرو شد و مشکلات پیش اومد باید او را کمک بکنیم، برعکس است. ما او را بازم ستم میکنیم، ظلمش میگیریم. در پیشش نوار همین خونه قمردین که از همون نویه رشت است توکین همونجا، نوار از خودش زبانی از داخل تاجیکستان صدا بلند کرده شده است که من کمک نگرفتم، من دروغ میگن. رئیس نویه میگه که بیا این مسئله رو ببین، رئیس نویه میگه که ما برای او کمک کردیم. این نگاه اختلاف نظر را نگاه کنید. این صدای قمردین گوش کنید. شما دیدید میگه که ما یگان چیز اینو ببینید، گوش کنید. ببینید این قمردین چی میگه؟ برادرو میگه که در نوار صدا نیست. برادرو زودتر نمینویسه که در نوار صدا نیست. چرا برادرو در نوار صدا نیست خوب زد قید نمیکنید؟ مثلا وقتی که ما میبینیم صدا نباشه دوستا بنویسید که ما ببینیم ایرا. خب ببخشید برادرو، ما مشکل در ما بود، عینو میگذاریم. این صدا ببینید، گوش کنید. روز 13 اپریل زمین لرزه منطقه ما را سفارش کردن همین جای زیست که چی باشه گذاشتن بر رفتن. یکان کس گفتم همین خیل دوستا صدا هست سوزی کمک نگرفته است. یکان کس سنی ما هم بگیم همین رئیس همین قشلاق اومد انجا گفتم همین خیل اینا چی گفت که ما را سفارش کردن همین جای زیست که چی باشه گذاشتن بر رفتن. یکان کس سنی من اومدگی نیست. مقامات شکایت این ساکن منطقه رشت را رد میکنند. عادل قمردین خونه شد سطفویزه یوردمش که اگر قسمان گذشتگیه قسمان وای میکنن یوردم میکنن تختوش شفیر همه چی میتن با کمک های اینایی خروکه و موادی
مالیوی بو دستگیریش میکنن. نه که ما در یک مدت کوتاه این را به همه نمیرسیم که نوبت قطعی میرسه و یگون پرابلم نیست. قمرالدین عادلوف به گفته خودش کم بضاعت است و با همسر و 3 فرزند نابالغش زندگی سختی دارد. همونطور شما دیدید ببینید خط قمرالدین میگه که یعنی آشکار رئیس نوحیه و رئیس جماعت اومد و پیش ما گذشت رفت و قسما دید که ما کمک میکنیم، هم رفت و هیچ چیزی برای من یگون چیز نرفته است. وقتی که قمرالدین با رادیو آزادی میگه که ما قسما برای او کمک کردیم و کمک بعدی برای او میرسه، ما یک بار نمیرسیم که رئیس جماعت هیچ بار. یعنی دروغ در یک، ببینید در یک حالت دروغ میگه، اولو رئیس جماعت دروغ میگه، چی برسه با کی با نفری که میاد در این نواری ما حرف میزنه. به همین خاطر وقتی که شما یک مسئله را میبینه، این مسئله را باید دقت و اهمیت داد، این مسئله جدی‌تر گرفت. این طور نیست که همین گونه حکومت صحبت کرد، نه، یگان مشکلات موجود نیست. برادر عادل سلام علیکم، بفرمو. علیکم سلام برادر. من دویم باره که دارم افیر پخش میکنم، از زنگ تلفنیش ما برآمدم да برای چی да خیلی چی گفتن برادر خیر یک پرسیدنی مای خود تا همش مخون که عبیدالله برادر امی کانالی که شما کردین چند وقت گذاشتم کانال تو این کانال تو نه مثلا برنامه من برنامه رو تقریبا مدتاً یک 2 ماه 2.5 ماه تا 3 ماه پیش شروع کردم، ولی در اون کانال من قبلا باز کرده بودم زمانی که مبارزه می‌بردیم و بیشتر برنامه‌ام در گروه 24 بود، ولی بعداً یگون نوارهای کوتاهی هم در اینجا گاه میپرداختم، شاید سالش نمیپرداختم، ولی در اون کانال کهنه بود، ولی جدیداً برنامه رو آغاز کردیم، مدتی 3 ماه میشه تا 4 ماه میشه برنامه رو در اینجا پیش میبریم برادر. ما همه فهمیدم برای خودم که شما همه وقت دیگه هم برنامه در همین کانال خودم میگذارم. بله حاضرش در اینجا پیش میبریم. بله حاضرش دادم کانال مثال روز شما مثال پایواز دارین، روز مثال بودن همه برادرایی که هستن و پشت اکران دستگیری کنین، برادر مخالف کسی باشه شما میشه اگر یک دیگرمون دستگیری نکنیم عقیب میریم هرچی سوس میشه پیش رفتمون. چی گفتنیم همه زوج یک ویدیو رو که نشون دادی، ویدیو رو بکرم اگر بخیرم باشه دینا یک کم تاش تماشا کردم، خیلی آدمایی که بسیار وعدهشون میتن در همون زمین جمینی کشیدگی در دیگه چون نوحیه که هم پوزیکسون بسیار کسا رو فریب کردگی هم بسیار چه دودگی نیستم، بسیار کسا رو فریب کردگی هم خیلی خود میدونی که چی گا پیدا باتن چی شدیسته پروست وعده بسیار میتن نکی این دسته از سر 100% یا 10 15 20 خونه که میتن نگون شی ای همون طرف دولت اگر یوردام شود اصلا همش دروغ همش وعده هم تریده پروست همش یک ظلم یک فریبگاری و یک شانتاژ یک همتری افیسر رو بهت اول سخته با گفتن توگوری نمیگم داده ما پروست روز اگر هر چی ویدیو رو هر یک چی شما نشون دیم بر عقل آدم توگوری نمیگم شهر ما باید دوریم هر ملت توجیکی شهرم که ما میرو توقت کده گشته سیم درست کنیم توقت کده خب کده گشته سیم این شهر برای هر یک ما هر یک ما فرق نداره اکیجی دکیجی باشه شهر امروز ما 10 خودمون توجیک میگیریم 10 میلیون توجیک میگیریم بین 30 سال گذشت یگون کار دست میام دسته یگون کار ما باید فکر داشته باشیم امروز و پگاه ما باید چیکار کنیم تو چند ما خواب کنیم تو چند هم خیر угнетавать когда گفت چیکی ملت خراب شده رفته سر روز هیچ نمون هیچ مقدسات باقی نمون در این ملت همه را از بین بردن نه بین هیچ کار بردن نه بین چی را بردن بین یگون چرا بین بردگی نیستن این ما بگیم اگر ایخ بفهمیم اگر سیاست چیکی بین همون چی وقتی که گفتن ساتر وقتی که چطور محکم کنن خیلی آدمش خود ترس نمازشو میخونه پروسته خلقه برادر عزیز نه برادر گرامی در عموم اگر ما نگاه کنیم مقدسات ما واقعا از بین برده شد به حد زیاد. ببینید در زمان شوروی ما وقتی که شوروی از بین بردن هزارها حافظ قرآن و هزارها با معرفت اهل فرهنگ و بیدار ملت بیدار و میان گذاشت و وجود داشت. ما سال 1900
مثلا 80 تا 1990 نگاه کنیم چقدر بدوری مردم تاجیک زیاد بود، چه از دیدگاه فرهنگی، چه از دیدگاه دینی، چه از دیدگاه اخلاقی به حد زیاد بود. سال 1991 وقتی که استقلال به دست آوردن دید میدان ها ریخت و مردم فقط عدالت، استقلال کامل میخواست و تمامی تاجیکستان در ساحه دین پیش رفت. سال 2007 8 هم حتی نگاه کو مردم ما واقعا مسئله دین دوستاش زیاد بود، با اخلاقش زیاد بود، دزدی و غری کمتر بود. برادر я говорю, как мы помним, шмора این کار где-то як 30 سال زیادتر گذشت رفت. правильно اگر فکر 30 سال 30 چند سال گذشت نورستانی که ما 2000 چند تا 2025 سال در بین گذشت این کارا رو ما اگر بگیم یگون چه علی شده نمیشه در بین یگون چه میگیم спорить میگیم درباره سیاست تاریخی شو وقت گذشته میار بود که کی باید ملت بیدار کنیم در همین راه با کدام راه کدام سیاستی مثال دینیش неважно چه خیلی باشه نباشه هر یک آدم обязан که مثال یک کس باید در همین راه بیدار کرده مثال فهموندن در که چی گپ ملت میدونه میفهمه که چی گپ просто насколько خلق خمو ترسونچاک شده که ده هاش даже бун گفتم مثال چگیش گیریم یک چی گفته نمیتونه ترسی ای کجا پیدا شد چه پیدا شد برای چه ترسی مثال распространяться کردن да مثال بین خودشون یا دیگرشون ترسونچا کردن اگر مثال по-простому بگیم так مثال простому دیگه کدا بگیم خلق باید их نشوه ما то чанде که ترسی گیریم کلونوی ما شعرهای ما میگیم شاعرهای ما میگیم علمای ما میگیم خوندنای ما میگیم نیست مکان نیست گرفتم رفتم مادام وطن رفتم فهمیدی ما یارو باید بهانه نکنیم ما یارو باید بهانه ما اگر یارو بهانه کردن بگیریم یارو افسوس کردن بگیریم گفتن بگیریم то чанде ما یگون سیاست دیگه پیش برد نمیتونیم برای چی ما هر روز اگر یا برنامه کنیم ما یگون کار دیگه کردن نمیتونیم روز تو روز ترس رفته است بدوری نه ترس ما همه را بیاد دستم ترس رفته است بدوری نه برای چی ترس رفته است کیا خمون در یک عمودی پایانی آواز بودن خودشون آسان کردن در بین ملت خمون فار نداره ما باشون کسی باشه نباشه просто یک شرمندگی بود واقعا حرفات مفهوم دارن. مثلا در این مسئله ای که ملت رو متاسفانه ما سالهای اخیر ترسانده هستیم به مسئله‌ای که صحبت میکنیم و جای اون رو به دعوت کنیم با ترس دعوت داریم. در مبین مخالفای امروز برنامه‌ای هست که دیگه این نشاتش به این سی دعوت میکنه که با ترس دعوت میکنه. بین هم مشتاطی موجود است که متاسفانه برنامه‌های بیشتری که بدون تحلیل تشخیص درست پیش میروند مردم رو به سوی ترس میبرن. و امیدوارم که دیگه ان شاء الله که انقلاب صورت بگیرد در کوتاه‌ترین فرصت و مردم از این بهتان از این ظلم از این ستم نجات بیابد. اگر نه بله برادر شما مثلا با چه بگم کتابیش با علمش با مثال کلتوریشان شد که اصلا میفهمند در اینجا ما چه باشه با ما کمتر مثال کوچکیش جواب میزنم در برنامه مشکل است که هر چون بسیار اشکار ممکن ما пропускать میکنم گپ زدن بالا از خمون توجیکی میگم اگر ما گپ در اون است که این برنامه که شما تیار کردن برو وردن برنامه که در بین مهاجر در بین مخالف ده کجا دین 1.2 میلیون مهاجر کی به دستگیر کنیم یا برادر دیگر مثال پیشروی برنامه شکنه همه آدم مثال یک در نویگریش و سیاست نویگریش امروز و پگاه با پیشتر کنه کجا دین بدرین دستگیری کنیم بدرین مثال اشتراک کنیم بدرین سخنان خودتون بگیریم بدرین چی در عالم داریم مثال یا ابسوردات کنیم یک کار دیگر پیش بریم عقب شینی ترس این نمی همیشه سر میشه عقب شینی ترس ایمی ایخه ما долго رفتن نمیتونیم ایخه مثلا ما دوری دراز رفتن نمیتونیم همه چی یک دستگیری سر میشه باید ما دستگیری کنیم هر یک برادری که در همین راه برآمده رو شد مثال دوره پروگرام سیاسی که میتونه پیش رو ما باید دستگیری کنیم عقب شینی کدام در کار نیست ما امروز اگر برنامه رو مثال هر یک برنامه مخالف دستگیر کنیم پیشگیری کنیم با خیلی روشنی میشه با خیلی دیگه کس مثال حواسش میاد خیلی دیگه کس مثال ترسیش های بین میروه زنده و سلامت باشی برادر. ما همین برنامه دستم اگر چی باشه هیچ کاری خلال نمیرسونم ان شاء الله که چی باشه باید یک برادر
یک بچه اومدن گفت صحبت کردیم. فیض الله هستین شما برادر؟ فیض الله الو فیض الله صدا تو نیست، مشکل در صدا داره. صدای امی گام قگابون صدای ما چور رفت خیلی صدای شما سوزه. صدای شما سوزه. فیض الله یک نفر دیگه پیوست شده است، صدای اون نیست. برای ما استودیو خارج کنیم، شاید دویم بار پیوست شن و دویم بار بره. مواجهه که طرف راستی گپ میزنن تو میدونی که همش با هم وی پی ام بسیار وقت صحبت پدوادید میکنن. تو سیاوزش نداره میپره تو رمضانش کل میشه. ایشون فهمیدن دکتر. بله ما برادر عادل اگر زید نباشین بگذارید در موضوع اخیری که ما در اینجا گفتیم صحبت میکنیم و مخصوصا این موضوعی که از اخیر صحبت میکنیم موضوعی است که بسیار کوتاه میگیم میگذاریم بعد برمیگردیم به مسئله انقلابی که بعد در دوام همین صحبت میکنیم. موضوع اخیری که صحبت میکنیم مسئله مشکلات مهاجرت مهنتی است که اخیراً در روسیه این مسئله ای که به میان اومده بود 120,000 لیستی که اعلان کرده شده بود که اینو باید در کوتاه‌تر فصل یعنی تا ماه اپریل باید قانونگذاری بود و باشون درست کنن و در صورتی درست نکردن اونها را از فدراسیون روسیه خارج میکنن و همین هفته این قانون را دومین بار تمدید کردن برای یک مدت دیگر و این 120,000 که در برای اخراج شدن در این لیست موجود بودن میتوانند باز هم دومین بار اگر که ندونن که نامشون هست مراجعت کنند با وزارت مهنت شغل و حالی یا اینکه با بوتایی که از یپیلو ساخته است و یا اینکه حتی با ما شماره تلفنی من در اینجا هست شما میتونید به من مراجعت کنید من میتونم شما را کمک کنم که ببینیم که در همون لیستی که شما اسمتون در خط سیاه است و یا اینکه جریمه شدین و شما رو باید خارج کنن هست یا نیست و اگر این لیست شما باشین شما میتونید مراجعت کنید به سفارت و یا اینکه وزارت مهنت و شغل عالی و این مسئله‌تون رو ببینید که مشکل شما در کجاست و چگونه شما میتونید این مشکلتون حل کنید که شما را از فدراسیون روسیه اخراج نکنند. به همین خاطر این مسئله پیش اومده بود و مسئله دیگه ای که در به همین موضوع ارتباط دارد مسئله ای است که اخیرا وقت متاسفانه حکومت فدراسیون روسیه و بیشتر این یک نهاد فاشیستی که در فدراسیون روسیه مهاجرای مهنتی مخصوصا تاجیکا رو مجبور میکند که به جنگ بروند و در همین جنگ بین روسیه و اوکراین کشته شوند، چیزی که واقعا برای ملت ما شهروندان ما ضررآور است و نباید که ما در جنگایی که به دیگر کشورها تعلق داشته باشد بریم اشتراک کنیم و فرقی نمیکنه چه روسیه باشد سوریه باشد عربستان باشد نمیدونم هر کشوری که دیگه این نباشد ما امروز باید در تاجیکستان بریم و تاجیکستان وطن خودمون را بسازیم و اگر که هر کسی را کمک کردن ما میتونیم از طریق دیگری کمک برسونیم. ما میتونیم مثلا امروز در فلسطین اگر بخوایم کمک کنیم ما میتونیم از دیدگاه مالی کمک بکنیم اگر که ما اقتصادمون را پیشرفت کنیم از دیدگاه لوازمات نظامی بتوانیم کمک کنیم. به همین خاطر چندین مسائلی است که ما باید این مسائل ها را دقیق تر ببینیم. از اینه که ما میریم در جنگ اوکراین در جنگ روسیه و در جنگ نمیفهمم سوریه و در هر جنگ دیگه اشتراک میگیریم که هیچ معنی و مفهومی ندارد و عاقبت شهروندی و عذاب میکشد و عاقبت هم ما میمیریم. همونطوری که ما در گذشته گفتیم متاسفانه حکومت ما به خاطر از بین بردن همین مشکلات هیچ چاره‌ای را نمیاندیشد. مثلا باید قانون قبول میکردن که مثل قرقیزستان که شهروند نمیتونه در کشور دیگر سوم برود بجنگد و در صورت او مثلا نسبتش پرونده باز کرده می شود. وقتی که تاجیکا رفتن در سوریه جنگیدن حکومت در کوتاه‌ترین فرصت نسبت اینا پرونده باز کرد و این کار ممنوع کرد و گفت که هر کسی که میره در کشور دیگر میجنگه نسبتش پرونده جنایی و او تروریست است افراطگرایی است نمیفهمم بلان بسمدا است و او را به تاجیکستان برگشت و هر بر زندانش کرد. ولی امروز در مسئله اوکراین و در مسئله روسیه خاموش است و هیچ پرونده نسبت یگون کس باز نمیکنه و هیچ کار نمیاندیشه، چیزی که نشان میدهد که برای ارزش‌های شهروندی ارزش‌های تاجیکستان این حکومت هیچ کاری را متاسفانه اجرا نمی‌کند. متاسفانه فقط به خاطر کشتن به خاطر نابود ساختن به خاطر از بین بردن فقط ناموس و شرف همین ملت این حکومت ایستاده است و مبارزه میبرد. همین مسئله را ما باید عمیق‌تر بسیم هر هفته در مسئله‌اش صحبت کنیم که چرا امروز مهاجر ما باید برود در جنگ‌های خارجی کشته شود، چرا باید یک تاجیک برود در بین اوکراین و روسیه بجنگد. برای یک تاجیکستانی جنگ اوکراین و روسیه چی مفهوم دارد؟
از امروز یک تحقیقات اخیری که از جانب اوکراین انجام داده شد و نشر کرده شد، گفت از همه بزرگترین شخصان این شهروندان آسیای مرکزی که در همین روسیه جذب شدن و می‌جنگن شهروندان تاجیکستان هستند. حتی یک لیست برآوردن که همون تعدادشون به حد زیاد از شماره نام نسب و همه اونجا هست و این واقعا برای ما دردآور است و غمگین است که چگونه ما میتوانند یک مسلمان برآورده. خب میگفتیم که مخشویی کردن بردن مثلا در جنگ مثلا سوریه که از دیدگاه دینی بود بردن شما را کشتن. خب در این افسوس بخشش در این گپ. سلام علیکم عبدالخلیل، ما در برنامه شما امروز اشتراک کرده بودیم. خیلی ما امیر میتونم که مثال کوچک کرده یک پرستوی کرده بفهمانم برای چی شهروندای تاجیکستان مهاجرا تو مجبوری تو چه گفتین که مغز شهرشون شده میبرن. نه مثال اگر یک گیریم بله где-то ممکن که دمی چند هزار ممکن 300 400 500 هزار گراجان روسی پاسپورت روسیسکی دارن. اگر من по-простому انسان میفهمم دامش از یک دقیقه وزیر ما کمتر با فکر زایکات است گو میکنه ولی خوب از هرمون بد نیست. بله وزیر ما زایکات است چی گفتن برای چی وقتی که هیچ که با هیچ که همین مهاجر و همین چی مثال چی پروسس نمیکنن نه پاسپورت نه президент Тоҷикистон ягон чо ягон кас ба қадри тоҷик намереста, ягон кас паспорт намекунад, ягон юрист ҳам кор намекунад. Ягон кас тоҷик дар территорияи Россия ранги бесоҳиб шудага, ранги бесоҳиб, ранги ғулом мекунанд, бесоҳиб кишид ё мегиранд ай пешкишон юридически коғаз тайёр мекунанд. Дар ҳар як военкоматаш ҳам аст военный участковиш, мисол военный военши ҳамаш мегиранд. Кадомеш ки наруша дошта бошанд бисёре ҳамин тоҷикои худмон ки наруша дошта бошанд ваёра мисол контракт фрев када контрактор мисол коғазро фревшон мекунанд мегиранд роишон мекунанд. бисёраш ки граждани россия ки паспорти россия дошта бошанд ваёра маҷбур када коғаз метиҳанд дастшон аз тарафи военкомат ҳамин ки печонда мегиранд передовой чи дам пеш чи мебаранд. бисёри ҳамин вақте ки ози ҳамин муҳоҷира ки дар территорияи россия ҳастанд бисёраш айрӯи нарушение каданшон ягон документшон нотугурай ягон юридически мисол нарушение доранд. чанд намуд мешад агар юридически гирем чанд намуд мешад ҳамёра маҷбур када бурдестанд. мисол ҷое ки 3-5 сол мешини мегӯям мерам ҷанг ихелиш беҳад бисёр ай барои мо халқи ҳамин тоҷик дар передовой бисёраш ай зону ай мисол турмо ай дига чо рафтагиам беҳад бисёраш ки штраф мекунанд меқапанд дига намуд чорми юридически тугре намеғалта ки метуштона ки мисол ай 3 то 5 мега мешонем метарсонанд коғаз мегирад подпис мемона нохонда мегиранд роиш мекунанд меро прош ки халқ бесоҳиб шид ҳеч ка ба доди халқ намераса мефаҳмед ҳеч кас ягон кас намераса посол мисол посол муроҷиат мекунӣ даже ва телефонта намегирад ки дар ягон юрист ягон кас дигар қафои тоҷик гап намезанад абсолютно тоҷик ҳеч каши агар мо по-простой фаҳмондистам вообще ягон кас ба қадри мо нарасидеста корой накардестан дар ҳамин россия ҳар рӯз 5-10 тоҷикаш мондестанд ҳар рӯз 5-15-20 каса роӣ кардестанд ҷанг ки ба доди мо мераса раҳмонов не мусулчин посолство не ки дига ҳеч ка неста як чи меги мегиранд мебаранд мешнонанда метарсонанд роид мекунанд мерад чи передовой агар боход депортатсият кунанд роӣ кунанд не ки дар дасти худшона тоҷик бози дар территорияи Россия дар дасти урусоя дар дасти раҳмонов не дар дасти урусо и халқ чи хеле буфора ҳамон хел тоҷика использует кас буфораш кор намемона нафораш роиш мекуна мерава аз пушти мо ба халқи доди мо ҳеч кас намераса. имрӯз беҳад сахта вазъият беҳад на раҳмонов на дигар кас на ягон кас ярӯи тамбалӣ ақибшинии мо ҳамин ғуломиро ба сар кардагем ҳамин хаб када рафтастем айра бадтар мешавад нақстар не. А вот то, что во шумо гуфтем ки қариб 120 000 одамое ки ҳастанд дар чорни списка партлагианшон пока временно мисол ки течение ямо думо семо чормо вақт будеган ки бояд то есть документ кунанд бухо ки буранд барона территория России Федерации
این هست یا نمود لوشکه میفهمی یا نمود لوشکه کداگیان که همه آدمایی که به داکیومنتا چون روی رو شد میرم با مثال نشون میدم بسیارش رفتنش کاپیتان депортация کردن رفتن برادر فهم این لوشکه این полный ловушка ловушка کشید این امیر مثال سر میتن در программой که MVD شون فرنا در همه جا سر میتن در بلاگراشون در دیگه چیشون سایتاشون سر میتن و مهاجرای ما چیکارن که میترسن میدید میرن چون با دستشون میتن بسیارش депортация کنن بر رفتن اینا این ловушка فهمو در شما ده ها بسیار شد دیدم رفت ای رفتن گفتن داکی میگم چه میپرسن کاپیتانشون депортация شون بر زنده و سلامت باشه. حالا دیگه وقتی نشون میدید که باید بپرسید برادر ریولوشنیر هستین؟ صداش نیستن به نظرم از چی میدرویه. عبدالخلیل خوش اومدی برادر به برنامه و میکروفون محکم به نظرم در گوشتگی میکروفون کشتگی دیگه گپ نمیزنه. خوش اومدی برادر به برنامه و محمد اقبال هم برادر محمد اقبال پیوست شده بودن متاسفانه مشکلات اینترنت داشتن و دیگر نتوانستن زیاد صحبت کنن. از برادر عذر میپرسیم اگر که مشکلات از ما بود ولی به هر صورت ان شاء الله که امیدوارم برنامه بعدی پیوست میشن صحبت میکنن. فرمایید برادر عبدالخلیل اگر چه گفتنی باشین مسئله ما سه موضوع دا صحبت کردیم هر کدومش که ما پسندت است و فکر نظرت گفتنی باشه بفرمایید برادر. و علیکم السلام. من اویدی مهاجرت با اصلا شو وای نکردم نکه این مهاجرت دا نگاه بکنه که مردم ما نوزی نفرهایی که گفته که ای شهروندای تاجیکستان میروند در روسیه خود در اوکراین کشته میشوند. من نفرهای را میشناسم 5-6 نفر که شهروند روسیه هستند دور نه خیش تبارها هستند ای بگیم هم دهه و هم نمیدونم هم رایون هم خیلکی این سونو رفتن بگن که با گفتی خود چون شهید شدن خیر خدا رحمت چون کنه اینا پروستا 8 میلیون گرفتن خلاص صدا یگان کس بلند نمیکنه که بگیم که رسورم صدا بلند نمیکنه نه روسش نه تاجیکش نه ازبکش کسانی که پاسپورت روسی دارن ما واقعا 8 میلیونیشون میتیان 8 میلیون روبل وقتی که آدمی که میره اوسط ناپدید میشه و کشته میشه 8 میلیون میگیرن اینا بگم که مردم ما نمیدونن برادر عزیز پلا 8 میلیون ده 3 سال دکو اگر در پیش یگان مترو بشینی میوی باور کنی این چیزا یافتنش آسانه پلا نه که حیات یافتنش آسان نیست. این جان خیلی یگان پدینه نیست که هر بهار بسوزه مردم ما متاسفانه این چیزا کو حیات به قدری بد کردگیان در روسیه خیر رفته شهروندی را گرفته آشتون شوه یگان گپ نیست نه که میره کشته میشه میره نمیدونم یگان صدا بالا نمیکنن. برای چی؟ برای که 8 میلیونشون میتیه. اگر حکومت تاجیکستان هم مثلا شهرونده عادی میروند اینا میمرن گفتی خودت که کسی سوریه میرفت و یا اکستریمیست تروریست کسی اینجا اوکراین میاد یگان گپ نیست. باید همین قانون باید برای ایناش هم برای که کسانی که میروند ای طرف روسیه یا که ای طرف اوکراین است این روسیه میزنن باید قانون برای که اینا بگیم که اکستریمیست تروریستن. متاسفانه ما این چیزا را نمیبینیم. من یک چیز فقط میفهمم که همیشه که این حکومت تنها به منفعت خود چه به منفعت روسیه بیای کار بکنیم که یک حکومت بسازیم که بگیم که زویسیمی نه ای روسیه باشه نه نمیدونم ای امریکا و ای افریقا یک کار بکنیم که یک حکومت همه شمول باشه. مثال نمیدونم کسی که میخواد خیلی میخواد هم خیلی زندگی کنه با هم دین و مذهبی خودش نگیم یک قانون باشه که همه قانون رعایت بکنه که با مثال کلیدباد نکنن. خیلی که یک نوار دیروز بود که به تماشا کردم مردم ما به فرهنگ شدگی که باور که دریاوانه یک جای بسکشی یک که همه بینی باور که پری پاکت بقلاشکش کردیم همه موسر تا وای کردی خوردی گفتی هم رحمونو هوای گیره وای کنه نمیشه واقعی باور که یک که پولی کلیدباد شده پری پاکت پری نمیدونم موسر هرچی
ما انشاءالله که اگر مردم به گپ ما بکنه و ما انشاءالله که یک قدم پیش بریم برای انقلاب، ما به مردم پیشنهاد میکنیم که مردم میخه به تربیه نباشه، بگیم که نره در هر جا هر چی نپرتوی، در یک شاخی درخت نشکنه. ما هدف ما چیه؟ هدف ما تنها رحمانوف باید ما رحمانوف بگیم که یک طرفه بکنیم و خلاص دیگه. ما نباید که بریم که یگان آدم بگیم قصدگیری بکنیم. اوش اگر دلیل داری، اگر نمیدونم ظلم تون کردگی، در از قانون پس اون جواب میتیم، شکایت میکنی که همین آدم همین کارو را کردگی. تمام یک حکومتی باشه که مثال با همین مردم بگیم که پشتیبانی بکنه. ما نه خلکی حکومت میخوایم، ولی زیاد نفرها دعوای مثال بگیم که رئیس جمهوری دارن، زیاد انسان ها میخوان که برنامه هاش را پیشنهاد بکنن. این به حد کاری خوب است. برای چی کاری خوب است؟ که ما باید فرق داشته باشیم. ای رحمانوف قطعی کماندش اونا شما دیدگیه که اینا همین چند سال شد رحمانوف چند سال شد رحمانوف وعده میتیه که من به شما را سویت افسانوی میشنوم. برادر بخشش یک سوال عبدالخلیل ده برادر ممکنه یک سوال که سوال هم توگری نمیگفتن که گفت پرسیدنم باید چیکار کرد که روز تو روز ما باید یک جا شویم یک کس دیگر با بیدار کنیم در این راه. بخشش برادر السلام علیکم. اکا الماس برای خودت من مخلصی خودتم. اکا الماس ممکنه گپ زنم چرچ کنیم؟ اکا الماس من آماده باشم چه کار بکنیم که مثال مردم بیدار، مردم برای بیدار شدنش ما لااقل این رو باور یکم برادر پسان که ما باید چیکار کنیم که یک جا شویم امروز و فردا مثال باید داشته باشیم. برادر عزیز نمی رقم تلفن ها در همه برنامه ها هست. من راستیش همین برادر چی نام داشتی؟ عادل. من به همه گپ زدم، به خودت گپ نزدم. یک بار زنگ بزن به واتساپ صحبت بکنیم انشاءالله که سریع مسئله میایه. نه ما فهمیدم برادر، ما عزت نه یا وقت زنگ زدم نبرداشتی بعد دیگه زنگ نزدم خب با میشه زمان انشاءالله میشه. برادر چی گفتن در این بیان بدون نگین که مخلص تیم باید در این بدون میگن که ما یا مخالف پشت پرده یک جایی به یک جایی شیم، نگین که ما مخلصی جای ما رحمان نیستن که ما مخلصی ایشم مخلص اوشم. یک جایی شدن در کار ای خیلی مخلصی در کردن در کار نیست. روی سوسیال بله وقتی که همین 3 نفر در یک جا جمع شد نه چیز نویا جویا برادر عادل اگر اجازت باشد صحبت بتیم با ریوالوشن دیگه. این بار اومدن یک برادر خیلی زیاد برنامه پیوست میشن. چند مدت میشه به نظر مشکلات اینترنت دوران از روسیه ان به نظر پیوست میشن. برادر ریوالوشنر السلام علیکم. ریوالوشنر شما برادر صداتون الو بله السلام علیکم. چون در اینجا نشان نمیده کدومی از شما گپ زده شدین به خاطر ریوالوشنر. بله بفرمایید برادر ریوالوشنر. السلام علیکم برادران. و علیکم السلام بفرمایید. برای متعهد شدن این خیل کنیم دعوت کنیم نگریم. آواز من خوب رفته صورت یا نه؟ بله صدات خوب است. با دارم تیم صدام خوب است. دعوت کنیم این خیل کنیم نگریم بیفایده همه این کارها بیفایده نه فایده دارد کمتر، چونکه برای آدمایی که ناموس دارن برای آنها بسیار تاثیر بخش است. لیکن آدمایی که بی‌ناموس هستن اونها رو چه دعوت کنیم؟ ما باید بریم آدم‌ها را ما باید بریم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر مسلمان اجازه بدین برادر صحبت تمام کنم بعد شما صحبت. ما باید بریم مردم ما باید بریم. Просто همین намек разумеется, мы вас отправим, мы вам поможем, чтобы вы поехали.
گفته شدن یگان گرم روزها دشمن ملت سعودی نیستن که در این خیلی گفته شدن خیلی دکومنت ها رو پریوریتی کرده شدن اینو بهترین کار کرده شدن برای ما بهترین کار و چخیل نجات دهن نخواهد روزها ما رو نجات داده شدن واسه ما باید رویم تاجیکستان باید رفتن این روزها رو زوره کرده شدن من هر روز که بسیارتر دیپورت کن ایه رو همه را دیپورت کن مرا دیپورت کن میگم نه تیبی هستن پکا هستن نیستم من گفتم ایه گلا 1000 دکومنتش 100% باشد دیپورت کن لیکن اینها جنگ اوکراین هم بودی دوران اونجا هم برادر یه مینوت ممکنه گپ ما بریده است گپی مرا بریده است برادر مسلمان من گوش کنم گپی او را بیا گوش کنم اگر یکونش عاجل گفته بفرمایید چون چند باشد قد میکنیم برادر بفرمایید مسلمان ما فرمایم برادر ریولوشنیر گپ زن گوش کرده شدین به نظر برادر مسلمان گپ زدن گیرم بله بله اون مشکلات اینترنتی دارد با این خاطر بفرمایید حاضر برای رسمی گپ زن گوش کرده شدین سخنش خوب گفته شده گپ زن حاضر برای روسیه بسیار در کار است که آدمایی که پوشش نمی‌هستن میگن که رسخوت متریال ملت خودش رو کردن در میترسن چون که همه میخزد در این روسیه زنها من گفتم که روس یک فرزند دارد یا دو فرزند دارد اول دو فرزند داشته باشه یک تاش دختر یک تاش پسر اما پسرش جنگ رفته گه برای روس ها میخزن اینجا چی در کار رسخوت متریال در کار رسخوت متریال کی این بیچاره ترکی دیگه 5-6 پسر دارد 3-4 دختر دارد همه دختر 5-6 پسر دارد میخواد رسخوت متریال برای پوتین میخواد وضعیتی بیزه در قاضیدگی های پاکریوات کردنش کار همین رسخوتش رو برای همین هر یک توجیهی که آزد قاندنش همه که کودال قاندنش همه که خصوصا شده لیبل میبیاد که پیش دم توجیه که میخواد پاسپورتی روسی رو میخواد همه که لیکوندا رقصه میبیاد برای پاسپورت رو گرفتن برای پاسپورت گرفتن میری جنگ کشته میشی دیگه در اون دنیای پاسپورت امیر ما قطعی که عبیدالله یک کم در سخن گفتم درباره ای چی گفتن ما یک سوال خطا دارم امیر ریولوشنیر یک دقیقه دمی 1 سال 2 سال 3 سال گفته است که امر دیپارتاس که امر روی کده رفتن در کار من همش میگم رفتن با شما کی میرین که من رایگو هر 2 سال پس 3 سال پس میرم 2 ماه 3 ماه میستم میبیم وضعیت گشتم میبیم من شخمتیستم پشیزنی میرم نگاه میکنم وضعیت گشتم میبیم فهمیدی میرم میبیم من رفته همین گپ شما تکرار میگن در هر یک برنامه بسیار قریب 1000 بار چی تکرار گفتین اون چی نشیده است و یک برنامه دیگه گفته که 3 سال اخیر پاکستان بودم من رفتم اومدم به فایده مثل 2021 رفتم اما دیدی نه گفته که همه روی کردن در کار گفتی رفتم دیدم به فایده وقتی با برای بینی با به فایده باشه بعد چیکار میکنی گوش کن 21 سال رفتم دیدم که همه بیدار نیستن همه خوابالودن نه 3 سال بعد گذشت رفت این امروز فقط پاکستان وطن برای با به فایده نیست گوش کن برادر گوش کن اما برادر نومش چی بود اما پسیان میبروی پامیخ میدیم منظر من پامیخ تو قبول دارم من بسیار وقت رفتم اومدم فایده نشد گوش کن مرا آخر من چیکار کردم همین 75 گوش کن مرا 75-80 هزار اویلیگ میگیرم که یک مدت هوای 70% روی میکنم شیروی نرده 30% برای خودم همین چیز تسلیم شدم کاری گناه کردم خطا کردم حواله خود سودایی خود چی پروکوروری اما نیمی زیاد اویلی که ما روی میکنم مبارزاده کم ترکش برای خوردنم مونده دیگه راه نداری نیافتم بیا یک راه شنشونته بیا پریچم راسته که
برادر تو یگان بار رنگ من 75,000 من منت که من نمیکنم، من منت در کار نیست برادر. هر یک قرض مویه در را عادل مسئله بازگشت یگان بار روی کردی یا نه همین گفت گفت و خب ما بیاز نفت در پیش تامش گابزم چی در کورای خداوند برادر ما یه لحظه میکروفون شما رو خودش گوش کنید. مسئله بازگشت تاجیکستان و رفتن او که بیریم یا مسئله ای است که هر کس میتونه این حال یه بار بره و کسی که مثلا پشت پرده است برای تاجیکستان بر بگرده. این مسئله کمک به انقلاب نمیرسونه. یعنی بازم مثال فکر میکنیم که ریولوشنیر بر میگرده تاجیکستان میره، چی مسئله ای را در روش حل کردن میتونه تنها. یعنی مسئله بازگشت تاجیکستان یک مسئله برنامه ریخته شده باید باشه، استراتژی باید موجود باشه که یک انسان وقتی تاجیکستان میره طبق کدام برنامه برمیگرده. او یا استراتژی رفتن به انقلاب از جانب یک حزب مخالف یا اینکه یک روندی سیاسی که میتونه تاجیکستان تغییر بده تحریزی کرده شده است یا نه. وقتی یک انسان بدون یک برنامه برمیگرده در این مسئله میره در اوجش کار میکنه، چی کارا رو انجام میده. یعنی مسئله به میان نمیآید. به این خاطر مثلا 10 بار ممکن باشه ما وقتی سخن کنم برادر ریولوشنی اجازه باشه سخن من صحبت کنم. بله بفرمایید بفرمایید برادر. آوازتون قطع و وصل نیست لیکن ما آخر سخن میکنم. برادر اگر یگون تا مرا یگون کیم چیگر فکر میکرده باشی یا خیر لبای همین برادرایی که همین برنامه دارن پیش قدم موان پیشوای موان گویم همه اونها رزمیر پتینکای مرا میدونن. همون بچه‌ای که از اومده مثلا هر کس سوالای 2 ماه 3 ماه است که همین سوالای بستاکوی داده شده است. هوای بچه یگون خیلی اینفورماسیون دادگی هست درباره خودش کیای و چهرهش نشان دادگی هست در الوهیدگی با همین مبارزه. من چهره مرا ایکو دستی محمد اقبال دا یا دستی حسین جوکس یک قلم ته چهره مرا میخواد میکشه اگر رسوم باشه، چون هر روز میبیند من چهره با چهره گام میذارم در الوهیدگی. کمکم که من منت نمیکنم. من تو چی خیلی که میتونم کمک کرده شدم. همین بچه‌ای که من پستانه برام پامیخ میدیار مانده با نام عادل برام دیروز با نام کیمتی برام الان بچه میتونه یگون خیلی خدا شو یگون خیلی مبارزی نرمه من در کسان نکن تو محمدی خود در کسان برادر عادل بیام شما را موافقم گوش کردم برادر ببینید یا سلام میکنم تمام میرم ما اونجا دیگه نگفتم. بله یا سلام میکنم ما بسازی گپ در چی رفته این برادر ریولوشنیر میگه مرا پامیخ میت ما تو شما رو پامیخ ندادم. شما یک گپ چند بار تکرار گفتین همه گپاتون تکراره میفهمم میدونم با گفتین شما چند قیردان که ما این خداوند میدونه دیمش که چه بگم تو گفتیسی که برو لیتسو تیشو گپ زن کنید ما زنگ زدگیم یا 2 بار زنگ زدم اتفاق ندادم با زنگ میزنم در وای نیست просто گپ در اون است که شما گفتین یا چرا تکرار میگین دپارتاسی ما اصول در تاجیکستان 4 ماه بودم اینا ما چیکار کنم اینا بودم در تاجیکستان رنگی خیلی گفتی رفتم چیناشی گشتم اومدم این نمیخه ما یگون گپی بزم نگفتم در کار در همینجا پول گفتیسی مول گفتیسی ایتا یو در کار نیست вообще سیاست یگون سیاستی دیگه گپ زن ایتا گپ زن میگه همش دپارتاسیا کنه همه دپارتاسیا که برای اینکه ما اوتور دیگه یگون کارای دستمون نه دیگه این معنی نداره. چیکار که هم برادر عبیدالله گفت که یگون استراتژی یگون برنامه مثال تایید کردن در کار در درون نبرید درود ما شما را یگون گپی بزه گفتگی نیستم یگون وقت زنده و سلامت باشه برادر عادل زنده و سلامت باشه برادر ریولوشن برادر عادل اگر چی باشه امروز هم زیاد از 2 ساعت صحبت کردیم خداحافظی کنیم قد خدمت چند برادر دیگه هستن صحبت شدیم بعد دیگه برنامه رو ختم کنیم. برادر عادل اگر اجازه باشه مو باید من غزم سلامت باشین برادر عادل برادر ریولوشنیر اخیرون اگر باید همه مردم رو
بفرما برادر. ما باید تمام مردم را گریم بریم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته همه برادران. برادر مسلمان یا دقیقه صحبت کنم. بله. من برادر ریولیسیونر صحبتش تمام کنه و شما صحبت رو تمام کنین و ایسوس دو برادر دیگر رو پیوست کنیم و خورید شیم. میمرو خیس ویاس بیزی بچوتا. خب بیا اگر بفرما کوتاه یا که برادر ریولیسیونر کوتاه بفرما بعد شما صحبت. ریولیسیونر بفرما. بفرما. برادر ریولیسیونر من گفتم. بله. برادر ما باید مردم را گریم بریم. پیش کرده بریم. یکون بار دیدگی هستی که ده مرده پیش رفته باشه در حقیقت گوسفند ها آماده استفاده باشه. این خیلی چیز در حیات نیست است. در قانون طبیعت این خیلی چیز نیست است. باید گوسفند رو پیش کرده ده مرده میبرد. خودش حقیقت میرد. همین کار ما باید کنیم. دیگر خیلی راه نداریم. هزار دعوت کنیم. من 20 وریانت بیفایده. نه هر 99% مردم تاجیک که شعر نرای او میگه که دعوت کنین چیکار کنیم مثلا همش مصلحت میپرسد همه رو پیش میکنیم میبری اون وقت مصلحت هم در کار نیست چند درکش میمونیم برادر بیا یا صحبت کنیم خیلی صحبت کردیم رفتیم میگیم مالده اینا ما خودم برادر مسلمان اجازه برادر ریولیسیونر تشکر اگر زنده باشه ان شاء الله باز پیوست میشیم برنامه بعدی چون وقت خیلی کم مونده است. من باید خورید شم. برادر من خودم گوش کمرا ما همچون حربی نهضتی ما حربی نهضتی سولو 99 سولو امی ناو حربی نهضتی مرا خبری هم ببینم میشناسم. مقصد گپی مرا گوش کنین. این مرد میگه میریم چیکار میکنیم؟ میریم یارو فراغ نداره خیلی ریولوسیا و با یوتیوب ریولوسیا یگون تاریخ داشتگی نیست. یگون کس ریولوسیا با اینترنت کدگی نیست. با دهان یا با گفتن ایدوری یا میری میکشند. ریولوسیا را نگاه که ریولوسیا ایران ریولوسیا مثل افغانستان ریولوسیا شام هم یک جور ریولوسیا شدگی خیلی شدگی برای ما بسیار گفته که ما در کار نیست در اینجا بگم. مقصد کدومی که مثال کمک کردنی باشین ما کبی کی دفتگی هم که اینم ادماز ده کمک کنین. ایخی با گفتن اگر دروغ نگین گپ دروغه وقتی میگی و نمیکنی دروغه. جونتون شیری نغز میبینین و مالدیس جونتون نغز میبینین مردن نمیخوین اقلا جونتون مولتون خدی جهود کنین. مجاهدو هستن اونجا جهود مثلا که گپ جای چی نیست که من همه را بگم شما ده مولتون خدی جهود کنین اقلا با دهان نمیشوه. میری من بچه 10 سال شید رفتنی یگون تا نمیرین چون میکنیم مردکی گفزیم و رفتیم اومدیم. مقصد دیگه مقصد جهود کردنی باشین جهود مولی کنین. اگر جهود جونی کردنی باشین رفتن درین توجیستون یگون خیلی نمیشوه. با دیگه طرف با همسایه دولت و قطعی میشه رفتن. و افغانستان اگر جای می چی باشه میگم اینم شما برای ما گپاتون میگین میدریم خطون فریب میگین الو را فریب نمیتونین کردن چی در کرمی وزدوغ گاو میزنین اخی جهود کردنی اینمی علاقه چکنین امی دولت همسایه همسنو قطعی مجاهد مجاهدی اگر کندی باشین. نه خیلی گفتن قطعی میری بس کنین امی گپاتونه بخدا امی خطون مرده که امی نگاهتون میکنم بخدا خنده میگیره. میریم کجا میرین یگون جو نمیرین همه تون میخپن بعد یگون یا چی نمیشه با کلا کار کندن کوره. برادر صدای ما هست زنده و برادر یا لحظه برادر مسلمان اگر با خیر سخن گفتنی باشی خدا نگهدار با دیگران رو صحبت کنیم یا خارج شیم. تمام بگین اینا بگین کسی من نمیدونم من قدیش مو چخه گام زدم کیه امی جهود کن هست مثال کیه حق جان چان کنه مثال من نمیدونم چه خطی در پریمو فیر خدون گام زدم لیشنی زنگ زدم گام زدم مثال مو کارتر کی در دودگیم کی خالد مول الماز دادگیم کسی یوردم کدنیه اونمو کارت در پارتان گره هیچ کنه میپارته ای جون تون میترسین ای مول تون میترسین یگون انقلاب نمیشه خی
انقلاب به دهان نمیشوه. امام علی به یوتیوب نمیبروه نمیروه با مشمول من همشون حربی میستور میگم تو حضرتی حربی سال 92 نه سال نمی نو. سبحان الله. برادر عزیز هم داریم در بلو ذکر کردیم مسئله علم با پل روان کردن هم چی مسئله را حل میکنه؟ کی باید اینجا مسئولی است که اگر که یگون بخش تشکیل شده باشد که در اون بخش نیاز به پل به مال داشته باشد، مثلا مسئله دیگه ای است که بشه با طرز درست صحیح روش پیدا کرد و کمک کرد. ولی در مسئله ای که باید ما با اشخاصی دقیقاً برای مثلا امروز زمانی که جمهوری قوت دعوت آغاز کرد در کنارش ده ها اشخاصی غیر یعنی غرضناک پیدا شدن که اونها از وجودی ایشون استفاده بردن و ده ها پول مردم دزدیدن. و این خاطر بعضی حالتها باید با تفکر و با تدبیر کار کرد که شما ملت رو با فریب شما چیه نه؟ تو خودت بسیاری گروه بسیاری برادری و نهضتی. من 24م. شما میشور با جنگ چی کدری نیستی نه مقصد برای من نفهمیدم وقتا. مسئله جنگ گلد مسئله اونی نیست که کسی با جنگ. من یک آدمی اشکارم که به هر مسئله ای که ما سه راهی رسیدن به انقلاب داریم. اگر که اون مسئله انقلاب برای زمینی باشه و حتما برای زمینی هم باز خواهیم گشت و اگر برای مردمی هم باشه این مسئله رو مثلا مردم روشن میکنه. این مقصد خیلی من نفهمیدم. خودت نهضتی مقصد همه انقلاب کدنی باشین مردکی گوکه جویم چیه که خودت میگی ما طرفدار یا زمینی هم اگر باشی نبگی نه که اگر نمیکنین یوردم چی در کره خی ما میکنیم نمی هست میسور روحوش هر کسی با اندازه خودش میکنه. همونطوری که گفتم مثلا روزی یک کس میبرم اون روزم در برنامه المازم ده ها برادر اومده بیا من با من صحبت که و علایدگی من میگم چیکار کرد. ولی یک کسی که کسی نمیشناسش تاییدش نمیکنه. یک گپت بزنم یک گپ دیگه اجازه نبرو باید چگونه ما تصدیق کنیم که باید بکی در کجا کمک کرد. اینجا در نیست که دیگه ما با همین مقصد ایتاک همون مردم ایتاک گوش که مرا برادر عبدالله گوش که یک مینوت ایتاک ما یک گوش که یک مینوت بفرما. ایتاک مرا گوش که ایتاک مردم بردستان محکم کردستان برای می زنگ زدن برای می چی کردن او دبر من محکم میخوای چند هزار روز یکریم هزار آدم بردن محکم کردن به من گفتن میسود فهمیده است خیلی با گفتن و خیلی نمیشه و مورا میفوره که با گفتن برا و همه خوب نیسته گفتن میگی و زنده میمونی نه میمری نه چی میگی خیلی نمیشه روخه همین گفتن نمیبود نه تا دایجا بودی نه ما خودم دایجا و نه دا ایرو بودی و نه هیچ کسی در اینجا بود. همش از همین گفتن آغاز می‌شد. بیا صحبت بعد یه رو بیم برادر رو دیگه. بسم الله بگیریم. برادر حق بفرما. برادر حق هستین. مردم گفتنی هم امام رحمان هم میبینه یگان قانون داره قانون جنگل هم کنستیتوسیون فرخک پدروز نکردگی یگان قانون نداره چی خیلی که میتونه همیشه مورا ظلم کرده زندان داره تهمت داره اکستریمیست خائن تروریست گفته قتل کرده مال ملک نزده گرفته است مهاجر تو کردگی دختر و زنات ما تجاوز داره همین کارمنداش قطعی یا بندیت هم برادرها مردم هم باید خیلی محافظت کنند دو گریه را بس کنند در کار بندیت شدن در کار همین ظالمه و قاتل و تجاوزکار را ای منطقهاتون تازه کنه آخی ای همین شما انقلاب میگه ای همین خوده ظالم چه نمیبره شما خیلی سینی اجدار دو داره روتون سیاه که ساده حق اینو حق فرق منی قشلاق منطقت ای ظالم ای تجاوزکار ای دزد غر ای بزغاله تازه که تا وقتی ما دیگر ما نشناسیم کیای در باری ما استودگی همسایه‌مون کیای ما یگون کار کردن نمیتونیم همین ریشه و پنجه همین دولت همین بزغاله هم که تمام گپ خبر ما را در همین امنیت میرسونن امنیت بعد میان ما را میبر لطکوب تهمت اکستریمیست تروریست خائن زندانی مینن قتل مینن همین ریشه های امام رحمان یک بدی غوث شد اگر طول 32 سال
армияи ҳами якамаш базғулаи ҳами байни худ муан ки тамоми планои моро вайрон карда истодан. Бародар, ҳамёра мо бояд шикор кунем ай байнмо. шумо қонун қоида нагӣ. ин Эмомалӣ Раҳмон ягон қонуну қоида надорад. шуморо бегуноҳ бачаҳои ёш ҷавонҳоро зиндон карда истодааст, таҳмат карда истодааст, ҳаёти шуморо сӯзонда истоданд. шумо аз чӣ метарсед? дар ҳами Россия омаде узбекҳоро, қирғизҳоро лата кӯб карда истоде. қирғизҳо, узбекҳо ба фикрам хоҳару модари шумо таҷовуз кардагӣ нестанд. ай Эмомалӣ Раҳмон метарсе ку? ай милисҳои худтон метарсе ку? ай золимони минтақаҳои худтон метарсе ку? хоҳару модаротон таҷовуз кардан, саракон то хам марғои кирик шиде бирмади омади дар Россия дига миллатҳоро лата кӯбу корчашаб дорӣ ку? тари корро кардан метавонед. чӯ баъд ҳаққи ҳуқуқи худтонро муҳофизат наменед? номуси хоҳару модари худтонро муҳофизат наменед? зулму залолата дида истодед дар дуни Тоҷикистон, ягон кор накарда истодед. бародаро, шумо чӣ хел баъд ҳамин золимчиҳоро чораш надида истодед? шумо хестед золими нав фиръавна чапак немегӯед туда-суда. ай ӯ бегун миллатҳои дигарро лат кӯб кардан, бира минтақаата тоза кун, биза шикор кун, золима шикор кун. ҳамон бизае ки тира дар амният месупора мебаранд, лата кӯбат менан, маибат менан, зиндонат менан. биз ховай дар бари занаш дар хонаи гарм тира мефурӯшад, тира қатл зиндон кайздан, дар азоб дар зиндонӣ дисти биз пири хун. душмани ягонаи ҳами шумо бизу бузғулҳоанд мардум. то мо якдигарро нашиносем, то мо одамои Эмомалӣ Раҳмонро дар байни худмон нашиносем, мо ягон кор карда наметавонем. шикор кунем бизора, даннеро дар амният, даннеро дар участкавой, даннеро дар военкомат, ҳами бизои байни худтон метиҳанд. бадтарин одамо ҳами душмани ягонаи шумо ҳами бизу бузғуларо раҳм накунед дар ё бародаро, ё дар шумо раҳм надоранд ку? и парво надорад ку? биз тира мефурӯшанд, тира мебаранд зиндон менан, лата кӯб менан, қатлат менан. парво надорад ку? шумо чӯба хапа хомӯшед? шумо чиба мубориза намебаред барои ҳаққи ҳалоли худтон, барои номуси хоҳару модартон? мераи зиндон мешавед, мераи бегуноҳ. результати кормандои амнияти Эмомалӣ Раҳмон шида. ё як бандитанд мардуми азиз, ё як бандитанд, ягон қонун надоранд. худтонро муҳофизат кунед. ё агар малаток бошанд, шумо бояд кувалд бишед. чӣ хеле ки ё удар мезананд шуморо, шумо ҳам бояд ҳамон хел удар бизанед. ақлта барои ҳаром кардан як духтари минтақаат, ақлта барои фанду фреб кардан як ҳамватанат, ақлта барои кидат кардан як ҳамватанат хушрӯ кор мефармӣ ку? ақлта барои муайян кардани биз, барои муайян кардани золим кор бифарм? мардак ша худкуши бегунапарвар шидагие ку? иқад беномуси паст шидагие? ҳамаро дидаисти сиёҳ аз сифед фарқ карда истоде. инқилоб, 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 ягон кор накарда истоде. инқилоб, инқилоб. ҳамин золимчакҳои байнто шумо аввал тоза кунед. ҳамин золиморо шумо задаам бигиред. як золими яки дигаш ки пагоҳ омад дар ҷои игариш намин тари зулми залолатга дар сари шумо мегӯяд ки ин мардум қасд аммо золимо хона дар доранд, магазини корхона доранд. ҳамвора коре кунед ки дуд куна ҳамон корхонаву заводошон. ҳаме ки бас ки накарданд, ҳами дусе каса мешаванд, плана мекаше, муайянш мени назарш мезаронӣ, рута маҳкам мени планта мекашӣ, бехатари таъмин мени ҳазобо фикр мени медрои ғавҷалаш мени. мо ягон куштанда маслиҳат наметиҳем. кореш кун ки девола қабида раҳ бигарда. бас ки накард, аввал бисӯзон ҳамон молу мулкша. коре кун ки ҳамон молу мулк сарватш дуд куна. бас ки накард, баъд кореш кун ки девола қабида раҳ бигарда. касое ки золиманд, касое ки қотиланд, таҷовузкоранд, коргари военкоматае, коргари амниятае, ё бандитанд. миллати азиз ягон қонун надоранд. хубш ҳам ҳаст, хубош қади мо кор надорем. не ки чораи золимоша бинед.
میره بگناه زندان شده ایستاده رزولتات شده ایستاده یا شما را قتل دارن طول 32 سال میشه پلی خون شما قطعی و زندگی دارن شما را قتل دارن پلتون هم میگیرن ماشین بهترین قطعی 10 خونه خریده ایستادن زندگی دارن تو در همین مهاجرت اومده برای 100 سوم خروار کار می در تای لطکو در تای مسخره در تای عذاب با اینو بلندی و ای ترشگاه افتاده ایستاده مرده ایستاده در همین 1 سال 6-7 جوان تاجیک هم در همین روسیه گراب قطعی تاجیکستان رفته ایستاده تا که این دوام نه وطن آباد وطن بهترین پردوسته اومده خونه و در خواهر مادر دستی کارگرای اومده رحمان داده زناتون بسیاریش ای اوجه ای کارگرای اومده رحمان تولد کرده ایستاده است میروند به سپراوکه و به کاغذی به داکومنت های خونه روی شومنه و تستاش منه و کارگری دولت کارگری کارخانه ها و اداره های دولتی شما هم زور فکر منه مردان زن خواهراتون به سرپناه گشته ایستاده 30 سال میشه و در دولتی بیگونه غلامی کرده توالتی عروس تازه کرده خروار کار کرده ایستاده نه ننگه نه ناموز در شما عقل کار منکو برای کیدت کردن یک تاجیک خود عقل کار منکو برای حق یک تاجیک خود خوردنه که عقل کار نمینه که یک چاره از ظالم بینی یک خدکشی بیگونه پرست شدگی شما همه از دیده ایستاده مرغی ترسونچه کشیدگی یک منطقه خود چورش دیده نمیتونی خیسته بسنی اومده رحمون انقلاب تا اول هم منطقه تا تازه کن ای ظالم ای قاتل تجاوزکار پلناتی در کارگری و این کامات پلا میره و عذاب کارمین در روسیه میای خروار کارمینی در عذاب داخنکی از تلت کوبو میوری پلا در کارگری و این کامات در چسکاوی در کارگری امنیت پدرکم میری کوای ننگ ناموس کوای آبرود برای هم 50,000 میره در روسیه مرده ایستاده نمیدونی چه حالت و قطعی روبرو میشه برای 50,000 تا جون تا در خطر میمونی در روسیه یکی بومی هم پلپو پدرکم میده همین کارگرای اومده رحمان ناتی پل مبارزه بر ظالم قاتل این منطقه معینش که نظر بگذرونش انالیز کن دیده برا خانه و در مال ملکشه زوال چه کارخونه شه کاری کن که دود کنه او رامه گوسفند دارن با گو مال دارن زهر دالوش بتی که بس کی نکرد بعد 2-3 کس همیشه چورش همه بینی کورش میگه دیوال قپیده رفت گرده انتری کدام گیره بس میننده از ظلم ظالم بیاد دست شما برادر سلامت باشه اگر اجازه بشه صحبت و دیگه برادر حوزی یک سیکون همین کم دیگه گپ بزنم بعد همین چی کار نمینه مردم تاجیک در یگان کس نباید بگیم همین گفتی مردی همین چی کار نمینی عمل کردن تا مبارزه بودن تا همین خودت بدونی خدا بدونه نگفتی به تشویش خوی یگان کس ترا نمیوه یگان کس ایت خبردار نمیشه نه برادر تبگو نه زن تا نه جورای جانی تا نه پدر مادر تا خودت بدونی خدا چی کار نمینی همه ای کسایی که شما را ظلم و ضلالت کرده یک بندیتن مردمی عزیز اومدی رحمان میگه که سلا بیاره ببینه یا رفته کلای شما را برده ایستادن شما را قتل کرده شما را رزولتات کرده برای پگان برای 4 پل شما را قتل دارن با خون شما زندگی دارن طول 32 سال میشه و مبارزه بر زندان نشه ناموس خواهر مادر تا محافظت کن ای بچه ننگ ناموس داری داد میزنی همون زنای شما همون خواهر مادرای شما همین مردای تاجیک خواهر مادر و زنای شما نفرت دارن همین شماره مرد همین شماره برادرها همین شماره پدرها همین شماره شوهرها که همین زنای تاجیک اوجه نفرت دارن نه که میترسن در قایل شدن که طلاق شما نه که میترسن که لطه کوب شو نکنه برای آن اینقدر چیز قایل نمیشون روی بیناموسی شما را که همین زنا نفرت پیدا کردگین ای شما همین زنکو بد شدگیه دیسکاتک در روستایگه فوتبال گشته ایستاده خرواره وقت صرف کرده وقت برای ظالم معین کردن وقت برای بزن معین کردن صرف کن یک کاری کن که منطقه داده یک فایده بیاره یا بهبودی شوه شکار کن میگم در شما ظالم قاتل تجاوزکار یا اگه قانون ندارن
در شما اجازت های وقتی که ایو شما را روی روز قتل کرده ایستادن تمام قانونهای دنیا در شما اجازت میتین مردم عزیز محافظت کنن نامستگری نکنن اگر دودوی کرده هیچ که با دود نمیرسه یا همه یا جویان یا همه یا قاتلن در بین یا خوبش هم هست خوبش قطعی سر کار نگیری نه که چاره ظالم شد چاره تجاوزکار شد بینه باید چیزی دیگه از زور نمیرسه یکون کار کردن نوم فامیل قاتل تجاوزکار را بگی ای منطقه نوم فامیلش را بگی یا گوگل اکانت هایی که یوتیوب کانال هایی که در این کانال های مخالفه بدرو ای نومش امال رحمان دیکتاتوری خونی وطن فروش قاتل بنویس همو ای بالا میان میبرن دف مینن همینطوری ظالم کار ای نومشو هم خیلی بنویسه یا بار همی شما عمل کردن در بگذاری اوجه خود در کلت اومدن میگیره هر چیزای نو هر پریامای نو اول همی یه حرکت کنی شما اول همی یک عربه را تیله کنی هم زودید میشه دیگه رفتن میگیری پریامای نو اومدن میگیره همی هر سپر توی مردم تاجیک همی برادر تلخ حق که اگر شما اجازت بخمی روز اومده برادر اجازت اگر تی بله دیگه برادر 2.5 ساعت شد خورید شیم دیگه صحبت یک کسی دیگه کسی دیگه اومد اونم تیم دیگه خورید شیم یک زنده سکون باش دیگه تشکر دست خانگی بگون دست خانگی بگون برادر دست خانگی بگون تمام خیلی کوتاه ما هم ترسیدیم تا حاضر ما هم ترسیده ایستادیم نه که ما عمل کرده ایستادیم آدم ساق سالم میترسه همه وقت برای جان برای سلامتیش نه که عمل کردن در کار این همون دروازه ظالم ده یک توف که یک شتاب زن ده همون دیوالش مبارزه همون سر میشه و میترسی همه وقت برای جان برای سلامتیت نه که محافظت کنی باید ناموس خواهر مادر تا خانه و در تا باید محافظت کنی میدونم که میترسی ما هم میترسیم نه که ترسیده با هم کار نکرده ایستادیم او الله اوجه گذشته ایستادیم برادر را بکنه التماس او کارگرای خوبش قطعی با انصافش قطعی سرکار نگیره فقط همون ظالم قاتل تجاوزکار همون که پلتون هم میکنه همون که ظلم تو منه همون را شکار کنه التماس به طرف نباشه زنده و سلامت باشی برادر تشکر برادر تشکر زیاد زنده و سلامت امیدوارم در برنامه دیگه بدون این صحبت کنیم تشکر برادر ان شاء الله برادر سلامت باش و برادر یک نفرم جا نامش نوشتگی است بسیار نامی چی نوشته که صحبت خیلی دست بالا کرده بفرمو سلام علیکم آقای بایدلو و علیکم السلام امیدوارم که خوب صحت سلامت هستی بفرمو برادر به خدا آقای بایدلو این برادرم بعد سخت چند برسه رنگ همون خدرامتی خولی موری یک ساعت چید گاب دیسه رنگ ما یک گوز یوخی که جو تو آدمی تا که جو خط حق میمونی تا مردی ببرو روی اکران گاب زن روشکورو رنگ گوز وری بخشش زیاده بردار بایدلو بخشش مشکل چی در کار یال از صبر کن یک نفر که برمده از در جانش در خطر گذاشته صحبت میکنه ولی فرقی نمیکنه بوسادو غیر از صدو میبره صحبت میکنه شما چگونه از خودتون بختون اجازت میتین یک از دیگر تاخیر میکنه خب گوش کردین ببین شاید در شما پسند نباشه یک گل در یک از پسند است در یک از دیگه نیست یا دختر در بچه پسند است یا بچه در پسر پسند است در یک از دیگه نیست یا نمیشه یه حرف یک از تو پسند باشه شاید در من پسند بود حرفی همو مثلا ببین همین دین اسلام ما مسلمانیم با کافرها و دیگر کسایی که دیگر ادیان با اونو پسند است نه اوخی پسند نیست یا چیز به کس پسند است به کس پسند نیست چی در کار تاخیر کردن همون مسئله باردار بایدلو ما رنگ خودم گفته سما رو تاخیر نکردم رنگ مثل مور یک گوزه یوخی با چی خاطری گپوسم با خاطری که با خاطری گوش که باردار دیودا با خاطری که اوخه 1 مینوت معنی داشت گپ 2 مینوت معنی داشت 3 مینوت معنی 20 مینوت 25 مینوت مردم دائم ججده دور میام ما هم رنگ امور یا مبارز همچنین اوز مبارز این بخو برادر درد دل داره خی نفهمیدم او درد دل داره برادر گپ 1 مینوت معنی داره 2 مینوت معنی عصبی شما خراب نشده بده آفرین بر شما بخدا قسم که گوش میکنی خیلی واقعا مبارز دیگه خودت برادر بخدا قسم گوش میکنی صبر میکنی برادر ولی ما یک چی بگم ده سری موضوع برادر سری موضوع میزگریم برادر سری موضوع میزگریم ما کوتاهش میگیرم یگانه راه انقلاب میدونی چیه برادر بایدو تمام مخالفین مبارز یعنی که مخالف رحمانوف
فقط یک راه داره که فقط مردم به چهره دعوت میکنی. به خدا قسم نه سوم در کار در مبارزه، نه یگم بگیم که عروج در کار، یگون چی در کار نیسته. با چه خاطر؟ به خاطری که نفرتی مردم بالای رحمانوف زیاد کردن در کار در کشور. تمام یگونه رو همیه، نه آدم بکو، نه آدم ها را رسیه بگی بر، نه ازبکستان بگی بر، یگون جا بگی، یگون جا نه بر برادر و بجدا. فقط اگر ما به چهره مردم دعوت کنیم، مردم شجاع کنیم، مردم آشکار دعوت کنیم، والله قسم میخورم طول 6-7 ماه انقلاب میشود. اگر نه فراموش نکن برادر و بجدا، خطا یه روز نه روز، خطا یه روز نه روز برادر محمد اقبال یا اینکه برادر المز دیگرها را همچون یک تکت گلچین میکنن، مثل دیگر مبارزا نابود میکنن. این را فراموش نکن. یگانه راه انقلاب فقط به چهره دعوت کردن مردم های. تمام دیگر راه نیست برادر. این را فراموش نکنین به خدا قسم. همچون این مثل یک تشمه خدم به غیرتم نمی پشتی پرده ما میبرم برای آشکار. فقط یه راه قطعی کدام وقت شنیدم ادعای تمام مبارزین که همه به چهره، والله قسم بخورم این همه دائم وعده دیستم به چهره میبرم صحبت میکنم. خود اگه جای هستم نیستم. به خاطر چی؟ به خاطر اونه که یک کس به چهره دعوت میکنه، یک کس میگه که هم مخالفین در نظر دارم، یا تش میگه که ای نبرو میبرن محکمت میکنن، میبرن او پوسکای بر محکم کنم، پوسکای 10-20 هزار آدم محکم کنم. بچه خودی میگم، میگه به خاطری که نفرت مردم زیاد چه بالای رحمونوفی بدبخت. فهمیدی برادر؟ ایره باید واقعا شما درک کنین این گپی مرا. این گپی ما این پروست تگ نگفته سمکه. الله نگهبانتون باشه. اگر ندرست باشم بود گپای مرا وقت وای کنین. توضیح میتیم شد. زنده و سلامت باش برادر. در امان خدا. برادر در واتساپ زنگ زدیم، بفرمایید برادر. سلام علیکم. یا بار دیگه با همه برادرها و همه مخالفا و همه برادرای بیرون از وطن، همون برادری که کم تر پیش سخن گفتن، همون برادر بسیار گپای خوب گفتن که بسیار پلانای خوب کشیدن که ما باید همه خیلی جوان مرده باشه که کم تر با ما خیلی سویتای خوب بتر که در مسئله کس گفتن که در هر یک مثلا در هر یک منطقه که شما زندگی میکنین همونجا شکار کنین همون حرامای ابله. بسیار گپ خوب گفتن. بسیار برای ما برای ما یک درس شید. مثلا برای ما، برای خودی من یک درس شده که همین جایی که من استقامت میکنم پره هم خیلی بز حرام خوره، هم خیلی آدم ها پره. ما خیلی من نمیگم ایتیجوی هم نه که ما خیلی برادرو باشو هستیم که ما میخواییم که این پلانا را اجرا کنیم که مثلا برای ما کم تر چی در کار است. مثال چه بگم، باید ما هم دیگر ما خوب بفهمیم که مثلا در بین ما بز نباشه. در این هستم بچه ما بسیارن همون طرف بسیارن انتظارن که همین یکان مجاهدای ما مثال یک کم ترک بجمونن یا بدوری کنن که ما تیاریم ایدورون، ما لبوی وریمه تیاریم. برای ما یک کم ترک بدرویان یک کم ترک بجمونن. من باری اول از زنگ میزنم که بخشش کم تراوزا میرزم. نه مشکل نداره. درست خیلی کردن. همه ما میترسیم که والله قسم خواهرای ما، زنای ما، اپای ما را تجاوز دارن. والله قسم اگر ما نخزیم ما ناموس داریم که ما از الله میترسیم، نه که از مردان هم خیلی جون شیرینه. بله میترسیم، نه که باید ما نترسیم. مثلا ای مخالف این جهاد میگن جهاد نریم با سوریه و بعد این جهاد در درون خودمونه. جهاد فلسطین جهاد ما باید خودمون سر کنیم، ای وطن خودمون. از ما وضعیت چو بدتر اوخی در تاجیکستان از وضعیتی که در تاجیکستان است در همون فلسطین نیست. اگرچه در فلسطین جنگ است ولی اوضاع‌ترن. ما بدتره. به خود گپ زدن حق گیچ گفتن نمیتونه در درون کشور. از حق گفتنش است. حق هیچ گونه هیچ کار کردن نمیتونه. فرزند به مسجد بردن نمیتونه. ولی بکو والله قسم برادرای ما جهاد در درون تاجیکستان ما باید ما لیش نامه خدم اما که از پیش میگم زد لیش نامه خدم اما کرا اما گپای اما که ما تحصیل کرد.
بله ما اینجا 3-4 نفر شدگی ما تحصیل کردم یا درس شد برای ما انشالله به نزدیکی به توی سومر میگردیم ای برای ما یا درس شد 100%. بعضی حالاتو اکنون این کار زورواری است، ولی در بعضی حالاتو باید از ناموس دفاع کرد، اگرچه اون ضرر هم برسونه از ناموس دفاع کرد. همون روایتی مشهور است که یکی از مسلمان ها زن مسلمان ها را یک بدین ضربه میزنه، یکی از اون صحابه کرام میخیزد او را به قتل میرسونه و رسول خدا صلی الله علیه و سلم یکی این شهید شدن. یعنی بعضی حالاتو دفاع کردن از یک ناموس و مخصوصا در تاجیکستان امروز به خاطر مثلا همسرت وقتی که بیرون میره همسر روسریش دختر روسریش از سرت میکشن. من فکر نکنم یک جوان مردی چون این چیزا پذیرش داشته باشه و واقعا حالاتای سختی به من میاد که بعضی حالاتو بعضی ها را باید در جاشون شد. من یک نمونه مثال آشکار را میگم، اگرچه این چیز شاید چیزی ضربه زننده باشد ولی من یک چیز مثال براتون میگم. ما در ناحیه رشت، من خودم که از ناحیه رشتم تا سال 2010 تا زمانی که علی بیدک زنده بود ما یک زن سرلوش در قد کوچه نمیدیدیم. البته روی مولای تاجیکی بودن ولی زن سرلوش نمیدیدیم، فاحشه خانه یا فاحشه نمیدیدیم و این چیزها زمانی پیدا شد که در منطقه کاملا حد امکان همون مجاهد اخیر، همون کسی که عاقبت یک علاوه چشمی همون منافقین و فسادکارا بود از بین برده شد. بعدا اینا پیدا شد. به همین خاطر حاضی دیسکوتک خانه هست، مثلا مشروب همه چیز با تمامی هستش در اونجا هست. خب همه کارا امروز انجام داده میشه. به همین خاطر بعضی حالتها ترسی از یک انسان جسور میتونه دیگرها را بترسونه کمی دیگرها نکنه. فکر میکنه در گذشته اگر مثلا علی بیدک نمی بود مردم مثلا همون خیلی باید روی مالیو که بدون همون فساد میگشتن. نه البته، یعنی ترسی او باعث کرد که بعضی حالت ها انسان ها احتیاطکار شوند، مثلا ظلم نکنند. مثال آشکار مثلا همون گنرال روس مثلا سال 2009 به غرم رفت، میخواست که عدل اونا رو ببنده، او را مثلا از اونجا بیرون کرد و گفت برای شما کینگی برای ما دستور میدین. بله بعضی حالت ها یک تعداد چیزا رو سر راهش نگیره. یک روز یک جوان برای من زنگ زد در ناحیه رشت، گفت یکی از پلیس ها در قد بازار گفت یک خانم گفت روی مالش کشید و همه مردم در ناحیه رشت نگاه داشتن و حرفی نمیزدن در قد بازار، در حالی که سال 2012 بعد از اونی که علی بیدک سال 2010 کشته شد، بعد از سال 2010 شروع شد کنسرت‌ها در باغ زیاد شدن. یک سال 2012 تا اونجا رسید که همین ولی جان عزیزی آمد در میدان سرود میخوان، یک دختر آمد براش یک گل تحفه کرد و از همون بری روی ولی جان عزیزی یک بوسه کرد. این چیز مردم به غضب آورد و کنسرت ها با همون تمام شد دیگر. بعد از اون چون مردم نمیخواستن به فساد ببرن و این باعث گشت که مثلا مردم همه بخیزن بزنن، مردم گریختن دیگه، پلیس ها تا نتونستن این کار رو انجام بدن. ولی به هر صورت یعنی مردم حوزی در ناحیه رشت اگر یک اون کس همین کار بکنه که عین حال میکنن، هم سراینده‌ش هم دیدیم رفت رقص کردم، امروز دیدیم دیسکوتک هم هست، آیا یگان کسی میخیزم خیلی ناموس بکنه؟ چرا؟ چون ناموس و اعتبار مردم را، شخصیت مردم را، هویت مردم را از بین بردن. سببش در چه؟ سببش در اون است که ما کسانی که جرأت داشتیم، قدرت داشتیم، ما کسانی که نترس بدیم، این همین فساد مال دنیا، این همین ضروریت امروزه ما را مجبور کرد که بترسیم بریم پشت پرده و دنبال کارایشن که سزاوار ما نیست. فکر میکنیم که نه زندانم جای بیناموسا و جای مثلا دزد راهزنان نیست، زندانم گاه وقتای جای جسورترین و پاکترین انسان هاست. حضرت یوسف در زندان تقریبا عمری 10 سال 12 سال خود گذراندن. هزارها بزرگوار امروز در زندان نشسته است به خاطر آزادی و اعتبار این ملت و ناموس این ملت. پس بعضی حالات ها خوب است. زنده و سلامت باشه برادر عزیز. اگر تو آخر سخن یگان چیز گفتنی باشه بفرما، وگرنه خداحافظی کنیم. در آخر برادر با برادرای تاجیک با برادرای مسلمان اول با برادرای دیوس نه، اونا اول برادر هم نیستن، با برادرای مسلمانی تاجیک که سینه میزنن که ما تاجیکیم، با اون برادرها گفتنیم که برادرها، اما برادری که گپ زد بسیار پلانای خوب کرد، بسیار گپای خوب گفت،
همه هر یکی ما میتونیم که یک نفر یا دو نفر همین برادرایی که دوستی خودمونن همین بزرگ همین حراما را یک تا یک بین یعنی ما کنیم جهاد والله بالله تعالی این جهاد است والله این جهاد است کسی که به ضد قانون الله است کسی که خواهر زن ما را تجاوز داره رو ما رو میگیره یا که لباس میکشه میگیره والله قسم تجاوز است این جهاد است به ضد او بکوین حدیث بکوین قرآن بخونین در همه جا هست این چیز مثلا این روشا در یگان جای بدویش نیست هممون میدونیم زنده و سلامت باش. تشکر برادر ازن. خدا نگهدار. خب برادر عزیز اینجا چند برادر دیگه پیوست شدن. من خیلی خسته شدم ولی کوتاه کوشش میکنیم چند برادر دیگه را پیوست کنیم و بعدا خورجیم. ماگا 63 بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله برادر عزیز. بفرمایید برادر. عبیدالله حضرت خوبی؟ تینجی سلامتی خوبم؟ خدا را شکر الحمدلله. شما خوب هستین برادر؟ تنسیت سلامت هستین؟ بکران الحمدلله الحمدلله ان شاء الله. سلامت باشید. فرمایید برادر. حضرت برنامه را در کدام مسئله شروع کردین کمتر بیان میکردین؟ من در سه موضوع صحبت کنم برادر. امروز یکم مسئله ما در مسئله مشکلاتی لایک صحبت کردیم که با اساسی لایک چندین نفر را محبس کردن. سال 2018 قانون قبول کردن که هر کسی که لایک بگذارد زندان برده می شود و بالاخره سال گذشته در آخر سال امام رحمان دستور داد که دیگر به اساس لایک و نظریات کسی را زندان نکنه و بالاخره این ما یعنی هفته گذشته پارلمان قانون قبول کرد که یعنی باطل کرد این قانون قبول شده را و دیگر اشخاص را به خاطر لایک و یا که نوشتن تنقید باید زندان نکنن و در موضوع دیگه ما در مسئله مشکلات زمین لرزه و اون چیزی که با کمک با دستور امام رحمان و به ناحیه رشت ارسال کرده شد ولی مردم کمک رو دریافت نکردن در این مسئله صحبت کردیم و موضوع سوم در مسئله مهاجران مهنتی که اون لیست سیاست 20,000 دیونبوره تمدید کرده شد با چند وقت دیگری و مسئله دیگه مرزی جنگ اوکراین و روسیه و این مشکلاتی مردم تاجیکی متاسفانه به هر روی و این جنگ برده میشوند و در هر جنگی مردم ما کشته میشن. این مسئله را صحبت داشتیم برادر. بهترین یمکن این درجه حضرت شما خوبتر و بهتر میدونین الحمدلله که ای دین اسلام آگاه هستین. همه چیز رخ دادن همه واقعه همه حالت ها در شخصیت اولین درجه ای حسابی بیسوادی می شود. بله. ای سال 2009 اسمش بگیریم 85% مردم تاجیکستان بیسواد شدگیان. یعنی چه بیسواد شدگیان؟ وقتی که بالای قدرت یا که مثالش میگیریم یگان کارخانه در یگان رئیس یعنی که اگر که اون شخصی بیسواد که باشد یعنی که اگر کارگراش هم که هر چندی که بسواد که باشند رفته رنگ همون گمراه شده می روند. یعنی که انسان بیسواد همون خودش واره مردم بیسواد میکنه. وقتی که هم نشینی بد کشیدی بد میشه، هم نشینی خوب کشیدی خوب میشه. همین انسان رنگ میگیره. و مسئله غریبا را یعنی که 35% مردم غریب بسیاری قانون هایی که یعنی که دولت روسیه برقرار کردگی است بازدید همین ها ای پشتی همین دست خودشون هستند. به چه خاطر؟ به خاطر که یعنی که همین فرزند تاجیک وقتی که مکتب که بود میکند روسیه میآید و بسیارش یعنی اویله شون قطعی بیان پدر و مادرشون قطعی بیان و والدین ای پس همون فرزند یعنی که ای پی تربیه همون که نمیشوند و بیسپریدل شده میروند. بسیار واقعه ها میشود، بسیار جنگ و جنجال ها میشود در جاهای جمعیتی یعنی که کارهای ناشایه میکنن یعنی که کارهای میکنن که همین مردم دا نمیفورن.
به همین خاطر بسیار یعنی قانون‌های سخت برآمدن ای همین حساب بسیارش و میگن که چرا که بالای ملت تاجیک همین طرز ظلم میکنن دیگر بالای دیگر ملت نی. بینین برادر عزیز همه گناه ای پشت خودمون ای کن یک سوال بیارین که کدام بلاگر تاجیک یک عملی بسیار همش نی همون هایش که فقط گناه آشکار میکنن همون ها کدامش یک استوریای تاجیک برآمدگی یعنی که قصه کردگی بیان کردگی در همین شبکه‌های اینترنتی که پیش سرگذشت تاجیک همین طور بود. فقط چیکار میکنن میبینن یک زن یا یک مرد یگان جنایت میکند در حال سینما میکنن در اینترنت پرتویان یک خیلیش میگه که ای دیگر ملت ها لوزی ما را نمیفهمه وای میکنیم هیچ کار نمیکند ما را نمیفهمه نه حاضر در توا ترقیات پیش رفتگی است که ویدیوی تو تاجیکی قطعی گپ زدهسی میگیره همون پریود میکنه اراسی قطعی با لوزی خودش تماشا کردنش میگیره یا میگه بین که تاجیک خچه یعنی که همینطور پس میزنه پس چیکار باید کرد جای نازکی تاجیک همینه که همین تاجیک ایمینه تاجیک همین ما تاجیکا را به یک قند فن میکنن نه به یک پچاق قند ما را فن میکنن بینید که در دنیا بعدی خلق عرب دیومین خلقی که بهترین شخصیت ها در پیشگاه پروردگار هستند و در پیشگاه همه مخلوقات هستند همین خلق مسلمان همین تاجیک فارزبان های استوریای اگر ما استوریای خودمون بخونیم که چی استوریا داشتیم اروس خودش هیچ که نبود اروس استوریا نداره اروس زمین و ملت ندارن تا سال 29 سرزمین روسیه ای مردمی یعنی که سریدنی آسیا بود لیکن ای سببی بعضی انسان هایی که اهل فهم نبودن پرتافتن همین زمین و خیستن رفتن و مسئله که یعنی که سطر حجاب زنها را ای سرشان میکشن یا که ریش نمیمانند در تاجیکستان هم گناهی کارمندای ارگانای هم گناهی خلقای نگاه کنین حضرت که حاضر چنان مردم گمراه چنان مردم ای اسلام و ای الله دور شدگی هستند که لباس ببر میکنه زنی مسلمان والله قسم آیت قرآن شان بخون حدیث ها را بخون در یگان جا نمیابی که یعنی که همون طرزی که همون لباس میپوشونه همون درست باشه مردم تاجیک پشتی 100% همش همین لباس را ببر میکنه در اسلام تری لباس نیست در اسلام تری حجاب نیست یا که طرز ریش موندنه بسیارش پروستو حضرت جان عذر زیاد همین یک شخص اومد وقتی نماز شام بود گفت که نماز شام بخونیم گفتیم خوب شده رفتم مسجد نشان دادیم گفتیم خیلی برادر تاجیک خودمون بود گفتیم خیلی انتظار شو یک جا بخونیم گفت که من حنبلی ام نبینه که بیسوادی آدم ای پشت این همین طور بیسوادا یعنی که به همین خاطر ما را نمیمونه در تاجیکستان ریش مونده ما را نمیمونه صحبت کرده آزادانه صحبت کرده نمیمونن جوانان را مسجد رفته به چه خاطر ای پس همینا را ای پس این همین عملهای همینا را که چی حنبلی باشی چی شافعی باشی چی در این مذهب امام اعظم باشی مذهب این یعنی که همش طبق آیت قرآن و سنت پیغمبر گرفتگی یگان تاش بغیر قرآن و سنت گرفتگی نیست لیکن نظر میکنی بسیاری جوانان را همین ها گمراه کردگیان بعد سبب اساسی پدر و مادر سبب اساسی که همین ملت به همین یعنی که به همین ظلم و ستیزه
давлат гирифтор шудагӣ ҳамаш ай пушти падару модарай. طفل 4 сола 5 сола кӯдакай дар дасташ телефон метиҳанд. ҳамон дар дасташ телефон доданда як илм ба ҳамон таълим бите ки фардо рӯзи қиёмат парвардигор айто мепурса ҳамон фарзанди ту пеши парвардигор шикоят мекунад ки чаро ки дар дунё ман ҳамин амалҳо ва ҳамин корҳоро таълимам надодӣ. метиҳанд дар дасти телефон вообще на ай дини ислом на ай дини яъне ки чӣ огоҳ нестай. На давлатиша медона на исломиша. мактаба мерава интернет, хона мебиёя интернет. асоси ҳамаи ҳамин бесаводии мардумай. агар мардуми дӯсти гиромӣ, дар умум савод як масъалае аст ки дар замони имрӯза танҳо ба мардум тааллуқ надорад. савод дар замони имрӯза тааллуқ ба ҳукумат дорад. мо дар замони давлатҳои исломӣ ё ки дар замони масалан ҷамҳури шӯравӣ мо метавонистем бигем ки ҳукумат муаззаф буд то ине ки кадр бисозад ба хотири масалан ҳар ҳизб ёне ки ҳаракат падару модар чун вобаста мекардад. масалан ҳизби ҳамун ҳокиме ки дар гузашта дар замони шӯравӣ буд ё ки дар замони давлатҳои исломӣ онҳо худшон омода месохтанд ба хотири худашон ки ба худшон кор бикунанд. вале дар айни ҳол ин тавр нест. дар айни ҳол ҳукумат муаззаф аст то ине ки барномаи дурустеро бикунад то ине ки фарзанди ту дарс бихонад. фарзанди ту мактаб биравад, агар дар мактаб дарси дуруст натиҳад ӯ фарзанди ту ёд намегирад, чун ту ҳаққи надори фарзандатро имрӯз худат дарс битӣ. дар имрӯзаи Тоҷикистон ту ҳақ надорӣ. яъне ту бихоҳӣ ки масалан фарзандатро бибарӣ дар ягон мадориси дигар бигзорӣ, мадориси динӣ, мадориси ғайра, меояндро ҷарима мекунанд. пас имрӯз ҳукумат муаззаф аст то кадр ва ҷавонҳои ояндаро бисозад. ҳамон тавре ки худат бо дар боло зикр кардӣ ки имрӯз ҷаҳл ҳукумат мекунад дар Тоҷикистон. вақте ки ҷаҳл дар Тоҷикистон ҳукумат мекунад, мардум ҳам ҷоҳил мешавад. чун дар арсаи ҳокимияти мо касоне нишастанд ки тафаккури динӣ, тафаккури сиёсӣ, тафаккури фарҳангӣ ва илми дунёвӣ бархурдор нестанд ва ҳар кореро ки мекунанд зарар мерасонанд. масалан худ Эмомалӣ Раҳмонов куҷо хондааст ва куҷо таҷриба дорад ки биёяд роҳбари як кишвари масалан бонуфузе ки ӯ аз дидгоҳи фарҳангӣ нуфузи қавие дорад. масалан суҳбати худи Эмомалӣ Раҳмоновро чанд маротиба биёву гӯш кун. воқеан дар ҳамин забони тоҷикӣ тавоноии сухан кардани дурустро надорад. чӣ барасад ҳоло бо дигар забонҳои хориҷӣ ки суҳбат мекунад. муҳим нест ки забони хориҷӣ медонад намедонад. муҳим ки дар забони модарии мо наметавонад озодона суҳбат кунад. ҳатто бо ҳамин суҳбатҳое ки мекунад ҳазорҳо ғалат дорад. яъне дар танҳо дар дониши забонаш ини ғалатҳои зиёд ва нотавон аст. ҳоло чӣ барасад, яъне ҷоҳил аст, чӣ барасад бо он илмҳои дигаре ки ӯ дошта ва надошта бошад. пас мо чӣ гуна метавонем аз худи як ҷоҳил кадр бисозем. масалан мисолше мегирем, худат масалан раиси ҷумҳур ва саводи кофӣ ва дақиқ надорад. оё метавонем масалан ки даҳҳо босаводи дигарро масалан биёри дар ӯ сад дар рӯзшон дар 10 ҷои дигар ҷой кор бидӣ. ӯ фардо ҷои туро мегира, ӯ босавод. ӯ меҳру муҳаббати мардума ба худ ҷалб мекунад, ин ба ту рашк эҷод мекунад. мо инсонем ҳама. махсусан бесаводон, ҷоҳилон намехоҳанд ки як нафари дигар чикор кунад дар канори ту биёяд бо айту болотар ва маҳбубтар ва мушаххас, яъне беҳтар боша. ин чиза ҷоҳилон намехоҳанд. ҷоҳил рашк дорад. яке аз донишмандон бисёр як нуқтаи хубе мегӯяд. дар гузашта, яъне вақте ки ҳарф барои миллати тоҷик ва мардуми тоҷик мерафт, мегӯ ки дар гузашта мардум меомадан кӯшиш мекарданд ки забони дақиқи илмиро биомӯзанд ва ба олимону донишмандон, сиёсатмадорон суҳбат кунанд. ва имрӯз дар Тоҷикистон баръакс шудааст ки донишмандон меоянд забони кӯчагиро ёд мегиранд то ба мардум суҳбат кунанд. имрӯз бештари олимаҳои динӣ кӯшиш мекунанд бо забони кӯчагӣ суҳбат кунанд, оддӣ ки мардум бифаҳмад. ман ҳаминҷа вақте дар забони адабӣ суҳбат мекунам, баъзеҳо меоянд мегӯянд ба забони кӯчагӣ суҳбат кун то мардум бифаҳмад. яъне вақте ки мехоҳӣ
یعنی اگر سختی بد شوه یا که به اصطلاح روزی گروه بد هم شوه، به این حرف باید به این اصطلاح بیایم برسیم که امروز عالمان مجبور شدن خود را بیاین در سطح جاهلان برسانند تا با جاهلان صحبت کنند و جاهل امروز چیکار کرده است؟ عالم رو مشغول زندگی کرده است که مثلا یک دانشمند امروز توانایی تحقیق کردن نداشته باشه. مثلا ما یگان پژوهشگاه تحقیقی در تاجیکستان داریم که مثلا 100 عالم نشسته باشن و از جانب دولت حکومت معاش بگیرن و تمام هدفشون کار کردن در ساحه علم باشد، غیر از این کاری نداشته باشن. یکی از دانشمندان قوی همین تاجیکستان عبدالقادر رستم هزارها کتاب نوشته است، یک دانشمند خیلی قوی است، بردن زندانش کردن. همین نوع با سیاست هم کار نداشت، گاه تنقید میکرد. شاکرجان حکیموف یک از دانشمندان قوی همین کشور، چیکارش کردن؟ بردن زندانش کردن. اون ملا سراجدین از اول اومد واقعا دعوت قوی میکرد، اخیر گرفتن چیکارش کردن؟ بردن زندانش کردن. در زندان هم زدنش، شکنجهش کردن که برمد یک چاپلوسی حکومتی شد. با جای اونی که میموندنش تدریس میکرد، دین میآموخت، چیکار کرد؟ فقط گفت که فلان داملا بیریش بود، حقی پیش درمدن رو نداشت در زمانی که من در اوجا بودم. خب دین هم همین را میگه دیگه. برای همین کار بردن زندانش کردن که چون داملا اسماعیل یک از داملای قوی و نزدیک کمیته دین است و با حکومت نزدیک است، او را تنقید کرد، بردن زندانش کردن. یعنی به همین صورت وقتی که ما میگیم امروز مشکل نه تنها در مردم است، مشکل در حاکمیت است. اگر که این اشخاصی که امروز بیداری دینی، بیداری اخلاقی، بیداری سیاسی دارن و نخیزن، همین حکومت از بین نبرن و دانشمندان رو به سر قدرت نیاین، ما نمیتوانیم این ملت از این بحران نجات بدهیم. مثلا اگر همین ملت عین حال بیاد درس بخونه مثلا برای خودش کوشش کنه، خب همه این ملت کوشش کردن نمیتواند. ساختار مهم داره، یک در انفراد شخصی نیست. تو نمیتونی تمامی مثلا یک خانواده‌ای که در جنگ شهروندی، بعد از جنگ شهروندی اومده است، پدرش در مهاجرت مهنتی، مادرش تو خود در تاجیکستان، چگونه همون فرزند تربیت کنه درس بخونه؟ سواد ندارد. بیشتر مادرای تاجیکستان سواد نوشتن و خوندن نداشتن. چگونه او فرزند تربیت کند؟ پس باید در حکومت کسی باشد که اینا را مثلا مهاجرت. اگر یک حکومت عاقل داشته باشیم، ما یک دیپلمات قوی داشته باشیم، آیا ما نمیتوانستیم از همین مهاجران مهنتی امروز دفاع کنیم؟ آیا کراکو سیتی را ما همینطور به دست روسیه میسپاریدیم که نه برید هر کاری میکنیم شهروندی ما رو برای زندان کنیم؟ او یک دیپلمات قوی می بود، اگر یک عالم دانشمند می بود، می اومد گفتگو میکرد. یا اینکه ما پتن میسپاریدیم، انداز میسپاریدیم در روسیه، 201 دیویزیا در تاجیکستان از گه میخره در اینجا. اگر یک دیپلمات قوی می بود میگو بیا یا 201 دیویزیا تو ببره، یا اینه که بیای مهاجران ما باید دیپل کار کنن در اونجا. شما بوج برای ما پرداخت نمیکنی برای کسانی که در تاجیکستان میسن از شما، چرا باید ما پرداخت کنیم؟ هزارها مسائلی است که ای از اونجای سرچشمه میگیرد که ما امروز آوردیم خودمون با اونجای رساندیم که حکومت گرفتیم در دست جاهلا دادیم و از جاهلا طلب داریم که برای ما علم بیاموزه. آقا جاهل نمیتونه برای تو علم بیاموزه. بیگ سبو برای تو چی میاموزه؟ نوردین سعید برای تو چی میاموزه؟ رئیس وزیر معارف بود، لاتکوباتسیا گفت چی گفت نمیفهمم. آخه اینو نمیاموزن برای ما و شما هیچ چیزی. پس مسئله دانش و علم این مسئله حاکمیت است. حاکمیت در امروزه طرز دولتداری تاجیکستان باید حاکمیت تغییر پیدا کنه که علم به مردمش کار میشود، دسترس میشود. اگر اینو اگر از 100 کنن علم در تاجیکستان پیشرفت نمیکنه. اگر 1000 کنن همین رحمانوف تمامی تلاش بکنه علم در تاجیکستان پیشرفت نمیکنه. چرا؟ چون فساد در خانواده امام رحمانوف است. ساحه معارف یک از فسادترین ساحه جامعه تاجیکستان است. علم با پل، مثلا خودت علم با پل بخری پیشرفت میکنه. هزارها دانشمند دانشگاه امروزه تاجیکستان، کسایی که معلمان، اونا کی هستن؟ کسایی هستن قبلا با پل خریدن دیپلمشون و امروز میفروشن.
این نمیشه به این گونه پیشرفت کرد. پس مسئله را نمیشه گفت یک کس برای درس بخونه. چرا درس بخونه و زمان به پول خریدش میشه؟ این را باید حکومت تغییر داد. به مسئله مردم، بله گناهگوری مردم در اینجا است که خاموشی را اختیار کردن، نه در اینه که درس نمیخونن، خاموشی را اختیار کردن. خاموشی را اختیار کردی به این جمعیت میرسونه. اگر همون حاکمیت اگر که اهل فهم و سوادها باشند، بله یعنی که خوبتر و بهتر می شود. لیکن ای وزیرش سر کردگی تا همین پایان آمدگیش همش بی سوادا شدگیان در سر وظیفه، یگان تاش سواد ندارند. بعضیش نام خچه نویسته نمیتوند. 100%. گایش که در راه ایستادگی پروتکل، وقتی پروتکل نویسند امرای برش میگه که همجا چی بنویسن این پروتکل؟ آخه اول نوشتنش ای سرش بمونه، حرف زدن نمیتونه، با تحقیر با حقارت صحبت میکنن. در اداره دولتی بوده تاجیکستان میرن، مخصوصا در پلیس حقارتت میکنن، با حقارت صحبت میکنن، هیچ مفکوره و تفکری صحبت کردن ندارن اینا. بله لیکن همین نداون یک قانون برآمد که کدومی که پلیس سوید نمیسپوره و سوید همچون استفاده میبره و یعنی که ای 10 سال تا چند خیره یعنی که زندانی کرده شوه. این قانون نه در این دنیا نه در اون دنیا، این طریق قانون در یگان جا نیست. این چه خیل می شود که وقتی که پیش آنه که آگاهی نکردن مردم، یعنی که اگر که 24 ساعت سوید بتی و مردم پلیس سوید نسپورن، بعد در این حالت میتونی طلب کنی. وقتی که مردم که سوید ندارن، ای مردم پلیس سوید طلب میکنی، مردم هم میگوی که قانون میبروری که ای همین قطع و همین قرار زندانی کرده شود. این یگان جدا تغییر نمیگیرد. این همین میگن که همو خداوند سرهوی میمونه گشتن میگیری، دم تا چخمنی گشتن میگیری در بیابان. لیکن هم یک رنگی که یک قومی بود در همین طرف دولت‌های اروپا این سالهای پیش بود. بسیار مردم همو یعنی که تنه اوریان بسیار میگشتن، یعنی که زنا بسیار که میکردن، غضب الله بالاشون آمد، همون سرزمین گرفت. یعنی که همچون یک رنگی بگیم که هم یک دولت گرفت چپانه تولد در زمین، یعنی که زیر زمینشون کرد همه همون چیه. لیکن همین مردم هم همین ها هم همون طور کرده ایستیان، یعنی که غضب الله آورده ایستیان. نمیمونن مردم سطر بندن، نمیمونن جوانو مسجد روند، نمیمونن آزاد مردم صحبت کنن، نمیمونن علما تعلیم علم بتیان. و وقتی که پسرش تولد می شود یا که یگان خویشاوندش یا پدر و مادرش میمیرن، فلان ملا را بیارید جنازه خونه. آخه بدبخت لعین وقتی که ملا را که دعوت میکنی در همون چیز بیس فکر کن که جنازه تون ملا بخونه. وقتی تولد میشه ملا از آن قامت میگه، در خیر صدقات میره ملا دعا میکنه. پس چراکی نمیمونی یعنی که تعلیم علم تیان آزادانه صحبت کنن. قسم به الله اگر دولت تاجیکستان اجازت بتید که علمای اسلام برآمده تعلیم علم بتیان، والله قسم بهترین دولت ما های و بهترین پیشرفته ترین دولت میشه در روی دنیا. اگر اجازت بتیان آزادانه صحبت کنن، آزادانه مردم زندگی کنن. بایگری که در تاجیکستان های در یگان دولت روی دنیا نیست. تمام بایگری تاجیکستان دارد، لیکن ای سببی که اجازت نمیتیان همو یعنی که بعضی علمایی که داریم که برای کشف کردن بعضی چیزها را اجازت چون که ندادیان، اومدگی در دولت‌های بیگانه کار و فعالیت کرده ایستیان. نه کمتر ای 500-600 تا یعنی که دکترهایی هستند که با علم با معرفت اومده در دولت‌های یعنی که غیری در کار و فعالیت کرده ایستیان. زنده و سلامت باشی برادر. اگر آخر سخن یک نقطه گفتنی باشه من دیگه خداحافظی کنیم. خیلی زیاد در پخش مستقیم زیاد از 3 ساعت میشه. کوتاه اگر یک گنج گفتنی باشه بفرمایید برادر، بعد دیگه خداحافظی کنیم.
ҳамин қадар ки ҳамин як чиз аст ки ҳазрат шумо хубтар мефаҳмед кадоме ки чизе мега яъне ки мебарояд ҳамун медонистагӣ хича биги мега ҳамун чизе ки медона чизе ки мехоҳа гап зана ҳамо мега ва баъзеҳо мебуранд чӯ ва ита гуфт чӯ ва ита кард ва ита яъне ки ҳамин бадбиниву кинара аз дили хитон дур кунем агар ки то агар бадбиниву кинара мо аз дил мо дур накунем то бо ҳамдигар наздик набошем то дасти якдигара нагирем мо яъне ки ғолиб намешем ба ҳамин хотир ҳамавақт бояд якҷо будан вақте ки якҷо кишидӣ иншоалло ки як корни як кор мешавад амал ҳам ки накунӣ вақте якҷо будӣ як корни як кор мешавад زنده و سلامت باشی برادر، زنده و سلامت باشی. الله متعال برکت می‌دهد انشاءالله. زنده و سلامت باشی برادر. تشکر از اشتراک در برنامه و دیگه برادرایی که در برنامه زنده و سلامت دیگه برادرایی که در برنامه اشتراک کردن از همه شما تشکر میکنم. واقعا زحمت کشیدید امروز برنامه را با صحبت‌های خود رنگ دیگری بخشیدید و واقعا خیلی خوشحال هستم که امروز در برنامه زیادی برادران پیوست شدن، از جمله برادر ما برادر عبدالخلیل وسی، محمد اقبال صدردین و دیگه برادرایی که پیوسته با صحبت‌های خود برنامه را رنگین‌تر کردن، زیباتر کردن و جالب‌تر کردن. بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که برنامه بعدی را بتوانیم در موضوعهای گوناگونی با برادران و هموطنان خود صحبت کنیم و روشنی بدوزیم. همونطور که در اولی برنامه ذکر کردیم هدف ما و موضوعی را که در اینجا گذاشتیم و مخصوصا اسمی برنامه که قدرت و حقیقت است و هدفی اصلی هم این با چالش کشیدن قدرت و صحبت کردن در موضوع قدرت و روشن کردن حقیقت است، یعنی آشنا کردن و روشن کردن و نمایش گذاشتن حقیقت به بینندگان و هموطنان عزیز و گرامی قدر است. همدیران و هموطنان عزیز، ما امروز اگرچه از موضوع کم در روند برنامه دورتر رفتیم و برادران گرم شدن در موضوع دیگر مسئله جهاد و مسئله رفتن تاجیکستان و در موضوع گوناگون صحبت کردن، ما اجازه دادیم زیرا دیگر خاص خودی برادران بود. به همین اساس من همطور گفتم در آخری موضوع من اجازه میتیم که موضوع مسئله بر بگردیم، مسئله انقلابی و در موضوع انقلاب صحبت کنیم. من یک 3 برنامه پیش برای شما وعده دادم که ما هر برنامه در موضوع انقلاب یک کمی صحبت خواهیم کرد و پیرامون موضوع انقلاب و روش انقلاب و رفتن به او و رسیدن به انقلاب رو در برنامه صحبت میکنیم. ما برنامه 2 برنامه قبلی ما را اگر تماشا کرده باشین و ما در این موضوع بسیار طولانی تر صحبت کردیم و در این برنامه را اجازه دادیم که برادران در این موضوع صحبت های گوناگون انجام بدهند و اگر که هر کسی که هر صحبتی رو کرد و هر موضوعی رو در اینجا ذکر کرد و ما بازم فکر و نظر خود رو گفتیم، فقط فکر و نظر آزادی بود است تا اینه که برادران رو از رفتن به انقلاب و از رسیدن به انقلاب و از چگونگی کمک کردن برای انقلاب آشکار و یادآور کنیم. و یک چیز دیگر باید در اینجا برادران و هموطنان عزیز قید بکنم که اگر کسانی که میبرند از شما برای رفتن به انقلاب و برای کدام کار عملیات را انجام دادن پول طلب میکنند، لطفاً با کسانی که چهره هستند و میشناسند و در راه مبارزه موجود هستند و پاسخگوی عملی انجام داده هستند با اونها کمک کنید و کوشش کنید که اینها برای شما یک تصدیق کننده باشند و بدون تصدیق یک انسان چهره‌ای که در راه مبارزه هست، چه از حرکت سیاسی گروهی بسیار باشد، چه از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشد، چه از حزب‌های دیگری باشد، یعنی کسایی که شما اعتماد باوری دارید، بعداً در علاویدگی شما بروید و دیگه برادران صحبت کنید و اگر هم با کسی کمک کنید این طریقتی راه خود را روشن بسازید، زیرا در بعضی حالت‌ها ضربه ها از همین طریق وارد می شود که میاد در چهره مسلمان، در چهره دموکراسی، در چهره دیگر آن میاد با شما نزدیک می شود و از باوری شما استفاده می کند و شما را به چاه می کشاند. از همین دیدگاه خوبتر و بهتر است که از کسانی که در این راه خیلی وقت خود را مصرف کردن، توانایی خود را در اینجا سپردن و هر روز برای آزادی تاجیکستان مبارزه میبرند، از اینها مشورت بپرسید و از اینها
تصدیق نامه بگیرید برای هر یک کسی که با او همکاری میکنید، زیرا اون ضربه که شما را انتظار است همون رو نخورید. چون ما در گذشته ضربه های زیاد خوردیم، همونطوری که ما در گذشته و در بالا ذکر کردیم که در زمان مرحوم عمر علی قوت و اشخاص در کنار ایشان جمع شدن و از نام ایشان استفاده کردن و پولهای را به جیب خود بردن که بعدا آشکار کرده شدن، حالا اسمش یاد نمیکنه. ولی به هر صورت بعضی حالات ها چون این حالات ها به میان میآید و شما کوشش کنید که حتما مشورت بپرسید و حتما با تصدیق یک برنامه که در یک برادری که در اونجا گواه می شود، بعد میتونید شما با این و آن کمک کنید که برای شما مشکل ایجاد نکنه. خب همدیران و هموطنان عزیز، اینجا برادران زیاد در مسئله رفتن، مسئله برنامه ریزی، انقلابی، در این مسئله صحبت کردن، همش جای خودش را دارد و واقعا هم باید ما برای بازگشت به تاجیکستان یک مسئله مهم را ببینیم که یعنی اولین نقطه این مسئله تاجیکستان است و آزادی تاجیکستان. یعنی اگر ما بالای این نقطه اتحاد کردیم، بالای این نقطه مبارزه بردیم، مطمئن باشید که ما به هدف میرسیم. زیرا در کشور سوریه که ما زیاده از 5000 یا 6000 شهروند جمهوری تاجیکستان و برادران خود را از دست دادیم و علاوه بر این در جنگ اوکراین و روسیه که هزارها نفر دیگه در اونجا می جنگن و ده ها نفر شلکه به قتل رسید و در کارهای عملهای تروریستی ما دیدیم که ده ها شهروندی جمهوری تاجیکستان اتهام کرده شد و یا اینکه خب خودش به این کار دست داشت، حالا هرچی کشته شدن. یعنی ما هزارها شهروند خودمون را به خاطر ناتوانی حاکمیت از دست دادیم. پس بیایید از این پس کاری بکنیم که ما و شما فقط هدفمون تاجیکستان قرار بدیم، اول کشور به اسم تاجیکستان آزاد را از دست ظالمان بر بگیریم و بعد به خاطر دیگر هدفهایی که موجود هست که در کجای چه ظلمی هست و ما اگر واقعا میخواهیم آزادی و عدالت در جهان برقرار کرده شود، پس برای اون دیگر راهی آزادی یعنی کمک نزدیکتر می شود، چون مشورت دقیق از جانب حاکمیت برای شما داده می شود که در کجا می توانید به کی کمک برسانید. چون عین حال ملت بدون راهنما مانده است، ملت بدون راهبر مانده است، ملت بدون یک برنامه و استراتژی دقیق مانده است و هر کسی از هر جایی میخواد یک کوساک یک لقمه از اون میبردارد و او را چیکار میکنه؟ میبرد در جای لازمه استفاده میکنه. به همین خاطر شما کوشش کنید که به دام چنین انسان‌ها، به دام چنین کشورها نافتید و راهی دقیقی را که اهدینا صراط المستقیم است این راه به خود پیشه کنید و این راه من مطمئنم که اگر برای یک تاجیکستان آزاد مبارزه را بردید، انتخابش کردید، پس مطمئن باشید که اولین نقطه شما تاجیکستان را آزاد میکنید. و اگر شما این کار نکردید، همون طوری که پروردگار میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اگر ملتی که حالت خود را تغییر نداد، قومی که حالت خود را تغییر نداد، پس دیگر ملت میاد حالت اون رو پروردگار ما باید برای تغییر حالت خود مبارزه ببریم تا پروردگار حالت ما رو تغییر بده. و اگر ما برای تغییر خود تغییر مبارزه نبردیم، بدانید که پروردگار ما رو تغییر نمی‌دهد و به جای ما قوم را میارد که اون قوم تغییر کننده است و عوض شونده است. پس ما باید مبارزه خود را آغاز کنیم و از تاجیکستان سرچشمه و چکار کنیم؟ بدرخشیم و دویم باره ریشه بدوانیم و دین و دیانت خود را و ایمان خود را، ملت خود را، نجات خود را از این دست ظالمان نجات بدیم. و در غیر صورت بدانید که کسانی به سر قدرت میان که از رحمان شاید بدتر باشند، شاید بیان هزارها قانونهایی را که اون به ضرر این ملت و این کشور و این دین و این ایمان است ضرر برساند. پس مطمئن باشید که یگانه راهی که میتوانند ما و شما را نجات بدهد این تاجیکستان آزاد و مبارزه برای اون است. نروید در هر یک کشور، در هر یک عملیاتی که به ضد بشریت است انجام بدهید و به خاطر پول، به خاطر مال، به خاطر دیگر کسا خود را قربانی نکنید. ملت خودتان در ذلت قرار دارد، ملت خودتان در نابودی قرار دارد، کشور خودتان از همه اینجا محاصره شده است. از این طرف چین محاصره کرده است، از این طرف روسیه محاصره کرده است، از این طرف امریکا در کمین است، از این طرف افغانستان با تمام مشکلاتی که دارد در اونجا
در کمین ایستاده است که بتواند بیاد فرهنگ تو را، زبان تو را، مدنیت تو را از بین ببرد، همینطوری که تاجیکان اون منطقه از بین بود. پس مطمئن باشید که یگانه راهی که ما و شما میتوانیم به اون وصل بشیم این اتحادیه، سرجمعی و مبارزه به خاطر یک تاجیکستان آزاد است. تاجیکستان آزاد انشاءالله همین به دست ما خواهد رسید و هر روز ما برای او مبارزه خواهیم برد و ما دعا میکنیم که پروردگار ما و شما را در کوتاه‌ترین فرصت به اون میسر بگرداند که در وطن عزیز خودمان به راه سربلندی و سرفرازی زندگی کنیم و هیچ نفری نتواند ما را در وطن خودمان به ذلت و به این ظلم و ستم مجبور بکند که زندگی کنیم. پروردگار ما و شما را به راه راست، به راه دین الصراط المستقیم هدایت بفرماید. پروردگار ما را قوت بتید که ما مبارزه خود را دو جانبه بگردانیم. پروردگار در دل ما، در عقل ما روشنایی بیاندازد که ما بتوانیم برنامه دقیقی برای آزادی کشور و برای پیروزی و سرجمعی ملتمان بیاندیشیم و مبارزه ببریم. پروردگار ما را به اون راهی مشرفی که به اون راهی که پیغمبر اسلام را هدایت فرمود، و اون راهی که او را مشرف کردند و دولت خود را ساخت که در اون دولت سالها اداره شد و سالها ملت ها را برای راست و درستی هدایت فرمود. پروردگار ما را به اون مشرف بگرداند که تاجیکستان را یک کشوری بسازیم که در اونجا تمام تاجیکان و تمام مسلمانان و تاجیکستانیان سرفرازانه زندگی کنند و با یک دیگر دشمن نباشند، بغض و عداوت و کینه و کدورت نداشته باشند، بلکه در اتحادیه و سرجمعی با هم زندگی کنند، ملت خود را از این ظلم و ستم نجات بدهند و کوشش کنند که برای بشریت، برای انسانیت، برای دین خدمت بکنند و هیچ وقت اجازت ندهند که در سرزمینی که در اونجا هزارها شهید داده شد، در سرزمینی که در اونجا علم و مدنیت و انسانیت موجود است، بازم پیروزی و سرجمعی به میان بیاید. ما هیچ وقت کوشش نمی کنیم که این ملت به نابودی برود. همیشه از پروردگار دعا میکنیم که برای این ملت ما بار دیگر یک قیام، یک احیای اعلام بکند، فراهم بکند که ما و شما بخشی از اون قیامی باشیم که بتوانیم تاجیکستان را از دست ظالمین نجات بدهیم و از زیر سلطه هر کشوری که بالای ما ظلم میکند، ستم میکند، برنامه شومی دارد نجات بدهیم و تاجیکستان را آزاد بسازیم و امت محمد صلی الله علیه و سلم را از این ظلم در تاجیکستان رها بکنیم. دیگر شما را به پروردگار میسپارم. پروردگار همه شما را در امان خودش نگهبان باشد. پروردگار ما و شما را تا برنامه دیگر برساند، تا انقلاب برساند که اون روز سرفرازی را بود یک جایه در سر یک میز در تاجیکستان، در سر یک دسترخوان با هم ببینیم و ملاقات کنیم و اون خرسندی را با هم شریک بسازیم. شما را به پروردگار میسپارم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.